با عرض سلام و ادب با یکی شما تماشابینان عزیز گرامی، شوکت محمد با شما هستم. خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. حالا در پخش مستقیم قرار دارید و مستقیما ما را میشنوید و امیدوارم با هم این برنامه را گرفته میبریم. این برنامه یکی شماست. تماشابینان عزیز، امروز ما یک موضوع مشکل را بررسی میکنیم. این موضوع درنگری مناسبت تاجیکستان ایران است. درنگری روابط تاجیکستان ایران در پس منظر سفرهای دو وزیر تاجیکستان به ایران، دو وزیر انتظامی، یک وزیر دفاع و دیگری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان. وزیر دفاع رفت به ایران، صحبت ها گرم بودن بالای مناسبت های دفاعی، همکاری های دفاعی، و وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رفت درباره امنیتی دو کشور، مناسبت های امنیتی و مناسبت های انتظامی. این در کدام حال است؟ مناسبت تاجیکستان ایران مدت 5 سال است که به کرختی رو آورده است. بعد از با نام گویا کودتای نافرجام گنرال حاجی حلیم نظرزاده، مناسبت تاجیکستان ایران به کندی رو آورد، به کرختی رو آورد. نه به کرختی، به کرختی گفتن شاید خطا باشد، به سردی رو آورد. یعنی تو رفت مناسبات، تو رفت سردتر شدن میگرفت. یعنی به جای آن که کوشش شود مناسبت تو رفت، مناسبت بین المللی تو رفت بهتر شود، تاجیکستان کوشش کرد تو رفت مناسبت بین المللیش، یعنی مناسبتش با ایران تو رفت سردتر شود. از جانب ایران که ندانستیم ایران چه کوشش های در این جاده کرده، ولی تاجیکستان به تمام قدرتش، به تمام قوتش کوشش کرد در این 5 سال، خصوصا تا اواخر سال 2017 کوشش کرد که مناسبت تا رفت سردتر شدن گرفت. و از این چی منفعت های می آورد و از این چی منفعت های می گرفت، گاه تخمین زده می شد، گاه پیشگویی نشونده بودن، گاه تماما دانسته نمی شدن که تاجیکستان با سرد کردن مناسبتش با ایران چی می خواهد. یعنی خواستار چی است ایران، تاجیکستان که مناسبتش با ایران سرد شود. بعضی از کارشناسان می گفتند که با سرد کردن مناسبتش با ایران تاجیکستان کوشش میکند که مناسبت های اقتصادیش را با کشورهای عرب که رقیب ایران دانسته میشوند خوب برقرار کند، به میان بیارد. و واقعا هم این ظاهرا دیده میشد. بعضی از کشورهای عرب بسیار هوسمند همکاری با تاجیکستان شدند و هم بعضی از پروژه های اقتصادی تاجیکستان را سرمایه گذاری کردند و صدقه های زیادی از کشورهای عرب وارد تاجیکستان شدند و یک کمی مناسبت های زیچ با کشورهای عرب دیده می شد. واقعا تاجیکستان رو به کشورهای عرب آوردنش دیده می شد. در همین حال شاید به خاطر خرسند کردن کشورهای عرب که صدقه هایشان را به تاجیکستان می رسانیدند و بعضی از پروژه های اقتصادی را سرمایه گذاری می کردند خیلی به حساب کم، شاید برای خرسند کردن آنها، شاید برای دل آنها را به دست گرفتن، تاجیکستان این کار را میکرد. ظاهرا هرچند شاید چنین نباشد، لیکن ظاهرا همین خیلی دیده میشد. از جانب دیگر باشد،
هرچند از جانب تاجیکستان به سوی ایران ملامت ها زیاد گفته می شدن، ملامت ها زیاد کرده می شدن و سخن های ناجا بسیار روانه کرده می شدن، جانب ایران این همه رو نادیده می گرفت و تماما اهمیت نمی داد و در همین حالت شاید تاجیکستان از اون که کشور ایران و این گونه ملامت ها و به این گونه سخن های بدی تاجیکستان که اهمیت نمیداد، فکر میکنیم تاجیکستان شاید یک کمی عصبی میشد و همین گونه سخن های بدی خود و سخن های ناسنجیده خود و در ترازو نمی ایستاده خود را زیاد میکرد. این تقریبا از سال 2015 تا اواخر سال 2019 خیلی در اوج بود. فقط چند چیز سبب شده بود که واقعا تاجیکستان خودش را خشمین نشان دهد. یکی از آنها دعوت شدن رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از آن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را حکومت تاجیکستان ممنوع اعلان کرد و حزب اکستریمیستی تروریستی اعلان کرد، ایران، جمهوری اسلامی ایران به همایش وحدت اسلامی رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را دعوت کرد و در آنجا رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با آیت الله علی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرد و این دیدار و گفتگو چگونه صورت گرفت تا به حال این گونه شرح بیشتری نداشته است، ولی رسمی که در آن رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با آیت الله علی خامنه‌ای گرفته است در رسانه ها پهن شدند و این یک سر و صدای زیادی به بار آورد و فرمه رسانه‌ای حکومت خیلی در این باره سر و صداهای زیادی داشتند. چیزی دیگری که به میان آمد از پی همین سفر رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به همایش یعنی کنفرانس وحدت اسلامی، واردات موادهای غذایی ایران به تاجیکستان ممنوع شد. واردات موادهای غذایی ایران به تاجیکستان ممنوع شد. آیا فکر میکنید در همین حالت ایران ضرر دید؟ شاید ضرر دیده باشد، نه به مثل تاجیکستان که یک کشور وارداتی است و واردات محصولات ارزان بلند صفت را به خودش منع میکند و در عوضش محصولات پست صفتی یک کشور دیگر را روا میبیند. در این حالت طبیعی است که هرچند ایران ضرر میبیند، تاجیکستان هم ضررش کم نیست. از پی این برزم این که واردات محصولات غذایی ایران را به تاجیکستان حکومت تاجیکستان منع کرد، بعد از این یک چیز دیگر به میان آمد. یک بابک زنجانی یادتان باشد، یک سرمایه گذار ایرانی در ایران بازداشت می شود و از او پرسیده می شود که محصولات مبلغی که از محصولات نفتی به دست آورده است بابک زنجانی کجا کرده است، چیکار کرده است؟ و بابک زنجانی معلومات میدهد که تقریبا نزدیک به 3 میلیارد دلار، انیقترش 2 میلیارد و 400 میلیون دلار در تاجیکستان مونده است و در چند از پروژه های اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و این مبلغ ها در اختیار تاجیکستان هستند. و وقتی که این مبلغ ها از حکومت جمهوری تاجیکستان پرسیده می شود، حکومت تاجیکستان این را رد می کند و می گوید هیچ پول بابک زنجانی در تاجیکستان باقی نگذاشته است، اما
طبیعی است که بابک زندانی دیده میشد با چندین رسم‌هایش، چندین گفتگوهایش و کشادن افتتاحی چندین انشاءاتها با بابک زنجانی در چیها در رسانه ها پهن شده بودند، در شبکه های اجتماعی پهن شده بودند دیده میشد و یک دلیل زنده بود. و در تاجیکستان بابک زنجانی بانک داشت و این به یک بارگی بانک بابک زنجانی بدری بانک بابک زنجانی قلف زده می شود و بعد از آنکه بدری بانک بابک زنجانی قلف زده می شود یک چند شرکت هایی که بابک زنجانی با آنها سرمایه گذاری کرده بود پول بابک زنجانی رو بر نمیگردانند، برعکس از خود میکنند. برعکس از خود میکنند. این به چه برده میرساند؟ این به آن برده میرساند که 2 میلیارد و 400 میلیون دلاری بابک زنجانی از طرف تاجیکستان غصب می شود، یعنی دزدیده می شود و تاجیکستان کوشش میکند که با سخت کردن مناسبات با متهمی همین پول را بر نگرداند و بیشتری کارشناسان بر این بودند که این مبلغ های بابک زنجانی از طرف شخصان نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان مصادره شده است، از خود کرده شده است، چون این میگفت من در بانک ملی تاجیکستان گذاشتم و کسانی بانک ملی تاجیکستان را امروز رهبری میکنند که در معاونت رهبریش داماد رئیس جمهور قرار دارد. انا برای همین هم این هم یکی از سبب‌های سرد شدنی مناسبات تاجیکستان با کشوری همزبانی با ایران بود. اما کی این رو به خوب شدن آورد این مناسبت ها؟ سال 2017 وزیر کارهای خارجی از یادم نرفته باشد ایران دیدار داشته بود. بعد از آن سال 2019 سید محی‌الدین وزیر دفاعی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با رئیس جمهوری ایران و میخورند و در حال در سایت وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نشر می شود که گویا در ایران همین در ضمن واخوری بررسی کردند که دیگر برای سپاریدن اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به ایران پناهنده شده‌اند به موافقه رسیده‌اند. این نشر شد. بعد از آن که نشر می شود همین چیز را وزارت کارهای خارجی بعد از آن که جانب ایران پرسیده می شود از بعضی رسانه ها از مقامات ایران می پرسند که آیا همین گونه گپ بود، وقتی که مقامات ایران مقامات بلندپایه ایران این را رد می کنند وزارت کارهای خارجی تاجیکستان این اشتباه خود را این را چی میگویند برقصدانه فریب کارانه خبری داده خودش را اصلاح میکند و حذف میکنند. بعد از آن در همون امضای یادداشت متن را دیگر میکنند گویا اینکه دیگر درباره بازداشت کسانی که به ایران از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پناهنده شدند در این باره گپ نیست، ولی تنها این را میگذارند که گویا برای از بین بردن گروه های تروریستی اکستریمیستی، برای محو آنها، برای دستگیر کردن آنها یک تفاهم نامه امضا شده است. همین قدر گپ میماند.
باقی مانده اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را باید ایران بازداشت کند و به تاجیکستان بسپارد. این گپ ها را وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از صحیفه‌اش حذف میکند. همین جمله از همین متن خبر حذف می شود. انا همین طور در سال 2019 یک چنین گفتمان های به میان می آیند. بعد از این اکنون مسئله اینجا روابط تاجیکستان و قرقیزستان به بدشوی رو می بیارد. وقتی که وضعیت تاجیکستان و قرقیزستان، مناسبات تاجیکستان و قرقیزستان به خاطر مرز رو به بدشوی می بیارد، وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا به ایران می رود. در اونجا رکلام میکنند، میگویند که تاجیکستان و ایران به توافق رسیدن که ایران به تاجیکستان سلاح میدهد، ایران به تاجیکستان چند سلاح های وزنین میدهد و هاکذاها. درباره با همکاری در ساحه حربی چند تفاهم به امضا رسانیدند و هاکذاها. چنین خبرهای نشر میشوند. بعد از آن باز به نزدیک 2-3 روز پیش وزیر کارهای داخلی تاجیکستان به ایران می رود. در آنجا هم همین خیلی صورت ها گرفته می شود، صورت ها رسانه‌ای می شوند که گویا در آنجا به سلاح های استحصال جمهوری اسلامی ایران وزیر کارهای داخلی تاجیکستان شناس شده ایستاده است و در مسائل امنیتی آنها به خاطر همکاری ها چندین گفت و شنیدهای کردند و هاکذاهای دیگر. و انا همین خیل تماشابینان عزیز گرامی، تاجیکستان و ایران گویا که مناسبت هایشان رو به خوب شوی آورده ایستاده است و یک چند گفت و شنیدهای رفته ایستاده است و اکثرا تمرکز میکنند به این که گویا ایران تاجیکستان را پشتیبانی میکند. و ببینید اینجا ایران هم در دعوت وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا و هم در دعوت وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده چند خیلی سیاسی کار میکنند. مثلا اگر مثال میبرم، شیرعلی میرزا وقتی به ایران سفر میکند، او را میبرند به قبر قاسم سلیمانی را زیارت میکنند و او سری تعظیم به قبر قاسم سلیمانی فرود میآورد و پیش پای قبر قاسم سلیمانی گلچنبر میگذارد. البته تا این تاجیکستان ایران را چی میگفت؟ ایران را میگفت که ایران تروریستان را همدستی میکند، تروریستان را سرمایه گذاری میکند و یعنی وزارت دفاع ایران را به دستگیری تروریستان، به تروریسم، به اکستریمیسم جانب تاجیکستان متهم میکرد. اما وزیر دفاع تاجیکستان میرود در ایران به همونه که وزارت دفاع ایران را سروری میکرد، در رأس وزارت دفاع ایران می ایستاد، با پایش برده گلچنبر گذاراند، گلچنبر ماند و یعنی به یک شخصی که به یک کشوری که توهین داشت به این نفر آورد برد جمهوری اسلامی ایران این نماینده حربیش را، شخص یکمی حربیش را برد به پای این گلچنبر مانند. این خیلی سیاسی بود به هر حال و این نشانگری آن است که تاجیکستان هم نشان داد که به اون گپ‌هایی که گفته بود توبه کرده است
این همین قدر گپ بود. چیست دادن در برابر همون نفری که اون نفر رو توهین کرده بود. این نشانگری اون است که توبه کرده من از مرده‌اش پوزش خواست. یک گنرالی تاجیک، وزیر دفاع تاجیک از مرده گنرالی جمهوری اسلامی ایران پوزش خواست با اون گپ‌هایی که در گذشته گفته بود. این نشانگری همون است، همین رو میفهماند. انا برای همین هم تماشابینان عزیز گرامی این گونه صورت گرفتن و تو این حالت آمده رسیدن و عموما تاجیکستان رو آوردنش به ایران چی نشانه دارد؟ یعنی ظاهرا از این چی برداشت میتوان کرد؟ برای همین تماشابینان عزیز گرامی خواهش میکنم در برنامه امروزه فعال باشید و هر یک نظری که دارید بفرمایید. در اینجا ما بیشتر با هم تحلیل میکنیم، با هم بحث میکنیم، مباحثه میکنیم، صحبت میکنیم که دورنگری سفرهای دو وزیری انتظامی تاجیکستان، هم وزیری حربی و هم وزیری کارهای داخلی تاجیکستان و امروزه که بعد از این مناقشه های سرحدی مناسبت تاجیکستان ایران رو به بهبودی آورده است، دورنگرش چی بوده میتواند؟ آیا همین مناسبت رو به خوب شدن آوردن میگیرد یا اینکه در یک مهلت معین این باز برهم میخورد؟ برای نفرانی که با ما همراه شده اید آنها را از کارمندان تکنیک خواهش میکنم با ما بپیوندید تا از ایشان نظرشان را بپرسیم. برادر عزیز گرامی بابا جان قایمزاد، خوش آمدید به برنامه ما. امیدوارم که در این باره گفتنی های خود را دارید. میکروفون بابا جان قایمزاد خاموش است. بله، سلام و درود خدمت شما شوکت گرامی و بینندگان محترم. راستی شوکت جان، من متخصصی سیاست منطقه ایران نیستم در عموم، ولی اون چی که با توجه به اینکه این قضیه ها با نهضت اسلامی تاجیکستان ربط دارد و با یک شکل به هر حال ما شناخت از جمهوری اسلامی ایران داریم، چون در آنجا درس خواندیم و باز پیگیری میکنیم به هر حال بعضی مسائل رو. میخواستم چند نکته رو بیان کنم در این رابطه. چگونه که میبینید امروز سفر رمضان رحیمزاده به جمهوری اسلامی ایران یک درست است که آغاز یک به اصطلاح روابط، شاید یک ارتباط نو یا یک چیزی دیگر باشد، اما مطمئنا مانعه های زیادی هم در اینجا وجود دارد. شما میدانید که حکومت تاجیکستان نه تنها با قضیه مثلا از بابک زنجانی اینها، در این مسئله خیلی مسائل زیادی هست. شما میدانید، برای مثال یک چیزی عادی اگر شما دقت کرده باشید، حکومت تاجیکستان از خط فارسی خیلی دوری میکند، خیلی پرهیز میکند از خط فارسی، در حالی که ایران به خط فارسی بسیار نیکبین است، با توجه دارد، به این دقت میکند، اهمیت میدهد، بخصوص به مسائل فرهنگی زیاد توجه میکند، ولی حکومت تاجیکستان مشکل دارد. از طرف دیگر شما ببینید در همین چند سال اخیر اتهام های زیاده که حکومت رحمانوف به جمهوری اسلامی ایران زد و این کم نیستن اینها. اما در اینجا یک نکته دیگر رو هم باید یادآور شد. با فکرم جالب است بدانیم که در همین چند وقتی که حکومت تاجیکستان دچار یک بحران شد با حکومت قرقیزستان، یک درگیری‌های مرزی شروع شد و یک وضعیت متشنج گردید، حکومت تاجیکستان واقعا هم احساس کرد که دیگر هیچ کس در پشتش نیست
و از یک طرف نگرانی های زیادی دارد که نمیتواند از اونها صرف نظر کند. به همین خاطر شما اگر دقت کرده باشید اولین سفری که وزیر امنیت تاجیکستان یا رئیس کمیته امنیت ملی کرد به افغانستان، بعداً شیرعلی میرزا به ایران، دوباره رحیم زاده به ایران، خود رحمانوف به پاکستان. شما ببینید هر سه این کشورهایی که سفر کردند اینها هر سه کشورهایی هستند که این یک جمهوری اسلامی ایران است، اون یک دولت اسلامی افغانستان است، اون دیگر دولت اسلامی پاکستان است. حالا چی شده است که رحمانوف که اینقدر از اسلام و اسلامیت و از اینها بدش می اومد رو آورده است به فقط به کشورهای اسلامی؟ این برای رحمانوف واقعا فکر میکنم خوشایند نیست. من مطمئنم این از مجبوریت رحمانوف است. بله؟ اما برای چی به فکر شما برای چی رو آورده به این کشورها؟ البته من فکر میکنم که یکی از دلایل اصلی که حکومت رحمانوف امروز به ایران و به خصوص به ایران اگر مثلا بخش ایران رو بگیریم، ما همه میدانیم که ایران میخواهد به عضویت سازمان همکاری شانگهای وارد شود و تاجیکستان یکی از کشورهای مؤثر است و بر زودی در تاجیکستان یکی از کنفرانس های این سازمان برگزار میگردد و ایران میخواهد که تاجیکستان از او حمایت کند و تاجیکستان این را خوب درک میکند و حالا چون وضعیتش متشنج است و در مرزش مشکل دارد میخواهد از این فرصت استفاده کند، میخواهد به یک گونه با ایران رو در کنار خودش داشته باشد. ولی ایران هم اونقدر کشور ساده و کوچک نیست که در یک طرف قضیه قرار بگیرد و بیاید مثلا قرقیزستان به اصطلاح در مقابل قرقیزستان و در کنار تاجیکستان بایستد. مطمئنا چنین کاری نخواهد کرد، ولی تاجیکستان با راههای مختلف میخواهد چنین یک چیزی را پیاده کند، به هر حال برای خودش داشته باشد. از طرف دیگر وضعیت افغانستان با شکلی که امروز به وجود آمده است، نیروهای آمریکایی و خارجی از افغانستان دارن خارج میشوند. وضعیت افغانستان معلوم نیست در آینده چی میشود و احتمال دارد که طالبان یا در قدرت آینده افغانستان شریک باشند یا اینکه قدرت کاملا احتمال دارد که در دست بگیرند و نگرانی حکومت رحمانوف هم از همین چیزها است که در آینده چیکار خواهد کرد، زیرا میداند که علاقه بیشتر کشورها با طالبان، با حکومت افغانستان، با نیروهای مختلف در افغانستان رایزنی دارند، همکاری دارند و میخواهند به گونه در آینده افغانستان تاثیرگذار باشند و این وضعیت آینده برای تاجیکستان خیلی مهم است، چون با تشنجی که در قرقیزستان مرز با قرقیزستان وجود دارد، اگر وضعیت در مرز با افغانستان هم متشنج شود این میتواند برای تاجیکستان خیلی مشکل‌زا باشد. به همین خاطر رو به پاکستان آورده است رحمانوف تا که از پاکستان بتواند در کنترل مرزهای این طرف یعنی مرزی با افغانستان از پاکستان حمایت بگیرد، استفاده کند تا که طالبا و دیگر نیروهای بگیم مختلف در افغانستان که با پاکستان رابطه دارند اونها را از به نوع کنترل کند و از طرف دیگر میخواهد پاکستان را در مقابل قرقیزستان هم در کنار خودش داشته باشد. شما چون رحمانوف میداند که در این وضعیت دشواری که به قرار گرفته است نه روسیه در کنار او خواهد ایستاد و نه خیتای، زیرا که اینها هرگز یک طرف قضیه نخواهند شد و اونها میخواهند که هم قرقیزستان را داشته باشند و هم تاجیکستان رو و رحمانوف نمیتواند. باز صحبت رو دوام میدیم. من اینجا به شما یک سوال دادنی هستم. ببینید شما گفتید که ایران آن کشوری ساده نیست که خودش رو در مقابل قرقیزستان قرار دهد و جانب تاجیکستان رو بگیرد، ولی با 11 سال پیش برگردیم وقتی که سال 2010 کشوری همسایه ازبکستان 700 واگن تاجیکستان را بازداشت کرد، حامل مال کالای در واگن ها حامل مال کالای تاجیکستان بودند، 700 واگن را بازداشت کرد. جمهوری اسلامی ایران وارد کار شد و به جمهوری همسایه ما ازبکستان هشدار داد که اگر
این مال کالای تاجیکستان را واگن های حامل مال کالای تاجیکستان را سر ندهد، ایران هم راه های ترانزیتی ازبکستان را توسط خودش خواهد بست و ازبکستان مجبور به این شد که مال کالای تاجیکستان را، این حامل واگن های تاجیکستان را که حامل مال کالای تاجیکستان بودند سد بدهد. شاید تاجیکستان این را به یادش آورده است. بله، البته شما ببینید اگر به اون 11 سال قبل برگردیم چقدر تغییرات به وجود آمده است در سیاست های دو کشور، چقدر تشنج، چقدر اتهام زنی ها به وجود آمده است و این میتواند یک چیزای دیگری هم به وجود بیارد. این یک طرفی مسئله. دوم طرفی مسئله، در قضیه ازبکستان و تاجیکستان مسئله جنگ نبود و مسئله خیلی از این تشنجی فعلی که در مرز وجود دارد با قرقیزستان فرق میکرد. اونجا یک چیزهایی بود که در حد گفتگو، در حد محاصره، در حد اینها بود، ولی امروز قضیه در حد جنگ است و این برای هر دو کشور چیزی ساده ای نیست و نمیتونند به آسانی تصمیم بگیرن و وارد یک کارزار شوند، زیرا ایران هم میداند که در منطقه اگر دخالت کند حتما اونجا باید نفوذ چین را در نظر بگیرد، نفوذ روسیه را در نظر بگیرد، نفوذ ترکیه را در نظر بگیرد و کشورهای منطقه مثل ازبکستان و قزاقستان اینا را در نظر بگیرد و طبیعی است که ملاحظه‌های زیادی خواهد کرد. ولی در عموم اگر نگاه کنیم میتواند ایران یک توازن را در به اصطلاح در منطقه به وجود بیارد به یک شکلی که مثلا با ایستادن در کنار تاجیکستان با از نگاه سیاسی یا از دیگر راه‌ها، ولی مطمئنا تاجیکستان با این سیاست هایی که در چند سال اخیر پیش گرفت خیلی چیزها را برای خودش بسته است و مشکل است که اون توقعاتی که تاجیکستان از ایران دارد در یک مهلت کوتاه اونها برآورده شوند، زیرا تاجیکستان واقعا هم پولهای زیاد را پشت سر خودش خراب کرده است در این رابطه ها. ولی من امیدوارم و واقعا هم بر این باور هستم که هیچ حکومت نباید رابطه های دو ملت و دو کشور را خراب کند و این رابطه ها باید باقی بمانند، رابطه های بین ملت ها، بین کشورها. این حکومت ها، این شخصیت ها از بین می روند روزه، ولی این ملت ها و کشورها هستند که باقی میمانند و دوستی اونها است که همیشه باید باشد، باقی بماند و مردم دو کشور باید در کنار هم باشند و با اون مشترکاتی که دارند. البته کوشش من فکر میکنم ایران اونقدر تجربه و اونقدر دوراندیشی را دارد که برای پیشگیری از یک جنگ در منطقه آسیای میانه تمام کوششش را خواهد کرد و به هر حال میتواند نقشی مؤثر و مثبت داشته باشد در عموم. تشکر. حالا شما گفتید که حکومت جمهوری تاجیکستان میخواهد پاکستان رو در مقابل قرقیزستان قرار بدهد، چگونه؟ ببینید وقتی که امروز در شما با همون قراردادهایی که حکومت رحمانوف با نخست وزیر پاکستان عمران خان بسته است اگر نگاه کنید، بیشتر اونها برای مثال یک چیزی عادی توافقنامه یا همون قرارداد خرید سلاح از پاکستان است. وقتی که میخواهد سلاح از پاکستان خریداری کند و پاکستان را شریک دوستی مهمترین خودش در منطقه اعلام میکند، این معنی همین را دارد که تاجیکستان میخواهد به یک شکل از یراق و اسلحه پاکستان استفاده برد و قدرت خودش را در منطقه در مقابل قرقیزستان به شکل به اصطلاح به نمایش بگذارد و بگذارد که بتواند این را حفظ کند، برتری شود و یا اینکه همون قدرت نظامی شود که این حکومت رحمانوف را وادار کرده است. بخصوص رحمانوف که اینقدر از همیشه دلیل و مثالش از کشورهای اسلامی و عقب ماندگی کشورهای اسلامی و مردم مسلمان بود، مجبور شده است که امروز با یک دولت اسلامی قرارداد میبندد و از اون مخصوصا قرارداد خرید سلاح
به امضا میرساند به اون کشور. حالا من یک سوال وابسته به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در همین باره دادنی هستم. ببینید سیاست شناس مستقل یک پرویز مولاجانوف که هممون میشناسیم میگه که جمهوری اسلامی ایران همیشه کوشش میکند که با همه احزاب سیاسی اسلامی، با همه حزب‌های اسلامی جهانی یک مناسبت حسنه داشته باشد. حالا جمهوری اسلامی ایران با گفت پرویز مولاجانوف، شما که سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستید، میخواستم بپرسم که آیا تا به حال مناسبتی حسنه با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دارد؟ ببینید شوکت جان، ما در واقع این واقعیت است که ما باید گوشزد کنیم. چندین بارم گفتیم پیشتر، ما یک پیش از گپتون ببینید من چرا این سوال رو دادم. ببینید شما گفتید که حکومت نباید به خاطر امبیتس‌های خودش مناسبتش با کشورها، در مناسبت‌های دیپلماتیک باید با کشورها بد کرده باشد، چون این حکومت‌ها از روی گفته شما همین را برداشت کردم که می‌بایند میروند، لیکن باید دوستی خلق‌ها، دوستی ملت‌ها باید باقی میماند. بله. و اینجا ببینید که آیا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با کشورها یا که با ایران یا که ایران با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مناسبتش را در حالت حسنه نگاه داشته است؟ ببینید شوکت جان، در واقع از سال 2015 وقتی که وضعیت به این شکل آمد و مردم بیشتری اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از کشور خارج شدن، بعضی از که بگیم که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که جای رفت نداشتن رفتن به جمهوری اسلامی ایران، ولی جمهوری اسلامی ایران درست که اونها رو برنگرداند، ولی محترمانه از اونها خواهش کرد که کشور رو ترک کنند و بروند به جاهای دیگر و به این شکل مناسبت کرد با ما. ولی هیچ وقت اون ما نهضت اسلامی تاجیکستان رو همچون یک حزب تروریستی اعلام نکرد و یا اینکه اون را اعتراف نکرد و نخواهد کرد در آینده هم. ولی یک واقعیت های هست که ما رابطه‌ای که در گذشته داشتیم در امروزها با شکل یک رابطه های خیلی چی میگن سیاسی در یک شکل عمومی باقی مانده است، ولی دیگر رابطه های قبلی وجود ندارد. ولی یک چیزی هست که ما نباید فراموش کنیم. ما با هر کشور، با هر گروه میخواهیم رابطه ما را برقرار کنیم. حالا حکومت تاجیکستان زیاد پافشاری میکند بر رابطه‌ای که مثلا نهضت اسلامی تاجیکستان با ایران دارد. ما در ترکیه هم بودیم، ترکیه هم چنین از ما خواهش کرد که ما ترکیه رو ترک کنیم و ما ترک ترکیه کردیم از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از ترک ایران کردیم. ولی رابطه های در یک سطح سیاسی مثلا باقی مانده است. دیگر رابطه های اصلا مثل گذشته وجود ندارد. ولی همین که ما مطمئن هستیم بر این که رابطه های فرهنگی و رابطه های بین دو ملت، مثلا در بخصوص بین ملت های ایران و تاجیکستان، این رابطه های خیلی عمیق‌تر از این مسائل سیاسی است و از این عمیق‌تر از این به اصطلاح چی میگن این حرکت هایی که هست که امروز انجام میدهند، مثل نمیدونم اتهاماتی که به ایران بار میکنند یا اینکه اون عمل هایی که انجام میدهند در تاجیکستان، مثل قضیه بابک زنجانی و اینها. ولی اینها قضیه هایی هستند که درست است یک تاثیر بر روابط میگذارند، ولی اون رابطه های فرهنگی عمیق‌تر از اینها هستند و همه اینها را امیدوارم که در آینده حل میکنند. ببینید اینجا من یک سوال دیگر دورتر از موضوع مربوط به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میدهم، بعد به موضوع برمیگردیم. ببینید شما از دو کشور نام بردید که یکی جمهوری اسلامی ایران و دیگر جمهوری ترکیه است که در رأس جمهوری ترکیه هم حزب به قول اسلامگرا قرار دارد. حالا
و در ایران شخصانی که از سیاست رژیم امروزه تاجیکستان به ایران پناه بردن، آنها هم همین طور خواهش کردند و ترکیه هم همین طور خواهش کرد و یعنی نفرانی که به این دو جمهوری پناه برده بودند با یک برخورد خوب گفتن که خاک ما را ترک کنید. ولی حالا تقریبا حالا من حساب نکردم، نمیدونم، شاید شما حسابش را دونید، در هفته جوابتان میگویید تقریبا از 5 تا 10 هزار نفر تاجیکستانی حالا به اروپا پناهنده شده است. ولی وقتی که این طلب برگرداندن مخالفان سیاسی تاجیک از جانب حکومت تاجیکستان به اروپا شد، نمایندگان اروپا گفتند که ما با دیدگاه دیگر به پناهندگان تاجیک نگاه میکنیم، از روی قانونهای عمل کننده اروپا مناسبت میکنیم و هیچ وقت آنها را بدون دلیل، بدون بررسی پرونده های آنها به تاجیکستان بر نمیگردانیم و تا به حال ما آنها را پرونده های آنها را که بررسی کرده ایم آنها را همچون یک گروه تروریستی یا اکستریمیستی نشناختیم و بر نمیگردانیم. جواب یک کشوری که در آنجا مسلمان ها از اقلیت ها حساب می شوند این بود. اما جواب دو کشوری که مسلمان ها در این کشور از اکثریت ها حساب می شوند و یکی خودش را جمهوری اسلامی می نامد و یکی دیگر برای استحکام چه گفتن ممکن است پابندی ها به طلبات های اسلامی کوشش کرده ایستاده است، خودش را همین طور نشان میدهد و هیچ نه شعارهایش چنین است. و اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و آنهایی که به این دو جمهوری میخواستند پناه ببرند چنین مناسبت کردند. برای چی چنین شده است؟ ببینید شوکت جان، یک مسئله است. مسئله همه میدونیم که اون دموکراتی که در غرب هست واقعا هم زمینه هاش از خیلی پیشتر است و این یک واقعیت است و میتوند امروز ما میبینیم که واقعا هم بر قانون محوری در این کشورها وجود دارد و ما شاهد این هستیم. ولی در کشورهای شرقی ما به این شکل حالا یگان کشور رو نمیبینیم که مثلا بتواند واقعا هم ارزش محور باشد، قانون محور باشد. هر حکومت میآید و سیاست های کشورهایی که شرقی به خصوص تغییر میکنند با مرور زمان. با رفتن تغییر حکومت ها به خصوص مثلا شما اگر در برای ایران نگاه کنید، یک وقت یک حکومت اصولگرا دارد، یک وقت یک حکومت اصلاح طلب دارد که هر کدام نگریش های متفاوت دارند به قضیه ها و در عموم. و وقتی که مثلا اصلاح طلبان سر قدرت باشند، خیلی مسائل بسیار تغییر میکند، دیدگاه ها تغییر میکنند، باز به قضیه ها نگاه ها به قضیه ها تغییر میکند، باز اصولگراها میآیند همچنین میشود. در ترکیه هم اگر نگاه کنیم، وقتی که در ابتدا حکومت فعلی ترکیه در ابتدا بود، خیلی به قضیه به مسائل جدی نگاه میکرد، خیلی مثلا حمایت میکردند از آزادی خواهان و از دیگران. ولی آیسته آیسته فشارها بالاشون زیاد شد، نمیدونم مهاجرا از سوریه خیلی زیاد آمدند و قضیه به شکل شد که اون حکومت ها منافع خودشون در نظر میگیرند و بر اساس منافع خودشون مناسبت میکنند با همه و ما اینو درک میکنیم و ما حتما میدونیم که هیچ حکومت منافع خودش قربانی منافع دیگران یا احزاب یا کشورهای دیگر نمیکند. ولی واقعیت ها همین است، ما میدونیم این واقعیت ها را. ولی غرب ما اگر درستتر نگاه کنیم، در اروپا علاقه دموکراسی نهادینه شده است و اینجا مردم نمیتواند
یک نفر یا یک حکومت بیاید و تمامی بگیم که ساختار و قانون ها را تغییر بتید به آسانی. برای تغییر یک قانون در اروپا باید رفراندوم برگزار شود، باید خیلی مراحل طی شود. یعنی این الکی یک چیزهایی هست که در اینجا دموکراسی نهادی نشده رو میبینیم، ولی در کشورهای شرقی تا حال ما چنین چیزی رو نمیبینیم. نه یگون در اروپا میبینیم که مردم خود اروپا با مهاجران یک کم به همین سیاست مهاجرپذیری دولت ها، خودی حکومت ها، خودی مردم یک کم واکنش های جدی دارند و اونقدر هوسمند نیستند و حکومت هایی که طبق هوسمندی مردم کار نمیکنند حتما از آنها عوض میشوند. لیکن ببینید در همین حالت تهدید به آن که اگر از گفته های مردم کار نگیرند، از طلبات مردم کار نگیرند، حتما اینها عوض نمیشوند. به این نگاه نکرده حکومت های اروپا پایبندیشان به قانون را نشان دادند. بله. اما هم در ترکیه و هم در ایران حکومت ها نه پایبندیشان به مردم، نه پایبندیشان به قانون، بلکه پایبندیشان به منفعت های یک گروه های معین را نشان دادن. نه؟ بله طبیعی است. در اروپا منفعت اروپا در قانون محوری اون است و این به این نتیجه رسیدن لکه. ما این واقعیت ها را باید دیگر قبول کنیم که اروپا به این نتیجه رسیده است که منفعت این کشورها در قانون محوری و ارزش محوری آنها است و هیچ وقت اونها را بگیم که پایمال نمیکنن، از اونها بیرون نمیره از این چوبه. ولی در کشورهای شرقی ما تا حال به این حد از دموکراتیا و نهادی نشدن ساختارهای دموکراتی نرسیدیم متاسفانه و این یک واقعیت است. میخواهیم نمیخواهیم همین است. بله اگر چی تلخ هم باشد باید قبول کنیم. حالا برمیگردیم به موضوع. اکنون اگر ایران جنوب تاجیکستان رو میگیرد در قضیه مرزی تاجیکستان با قرقیزستان، اینجا چی منفعت هایی میتواند بوده باشد به نظر شما؟ البته ایران پیش از همه بیشتر بر هم فرهنگی و همون به اصطلاح فرهنگ مشترک و مشترکات زیاده که نیست با مردم تاجیکستان دارد، همزبانی که دارد، به این همچون یک چی میگه یک وسیله برای آینده در آسیای مرکزی جایگاه پیدا کردن نگاه میکند و همچنین به قضیه از این میتوند منفعت ایران در این باشد که با این راه با حمایت از تاجیکستان بتواند که حمایت تاجیکستان رو برای پیوستن به سازمان همکاری های شانگهای به دست بیارد و بعضی چیزهای دیگر است که میتواند به نفع ایران باشد در عموم. یعنی در همکاری دو کشور منفعت هر دو کشور میتواند باشد و البته منفعت تاجیکستان بیشتر است. تشکر زیاد به شما برادر عزیز گرامی. باز در همین باره چی چیزهایی میتوانستید بگویید که من نپرسیدم از شما؟ راستی حالا یک کم اگر صحبت کنن دیگر دوستان باز اگر چیزی پیدا شد حتما مطرح میکنن. حالا برادری عزیز گرامی ما میبینم که محمد اقبال صدرالدین با ما پیوستند. راستی امروز من یک مقاله از پایگاه اصلاح مطالعه کردم که اون نام داشت دیپلمات صبر ایران رحمانوف را سرخم و معترف به گناه کرد. یعنی چی؟ خوب، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا هم از برنامه خوبی که تشکیل نمودید امروز برای بعد مناسبات و آنچه که میان دولت ایران و تاجیکستان میگذرد، چون که دولت ایران یکی از اولین کشورهای بود که پس از استقلالیت تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه و اون هم در نزد
وزارت خارجه یا پارلمان تاجیکستان بزرگترین سفارت خود را زد و استقلالیت تاجیکستان را هم شناخت و البته این یک مسئله است که هیچ نفری که از تاریخ یعنی این ملت آگاه باشد نمیتواند اون انکار کند و البته ما چون همیشه آنچه که پشت پرده بود از اونها آگاه نیستیم ولی همیشه نگاه میکنیم آنچه که روی پرده است روی صحنه است و پس از این که من بیشتر اگرچه در آغاز اون مطلب شما یعنی که دیدید اولین سفری که به ایران انجام داد این آقای شیرعلی میرزا نبود ولی این از تمام رسانه ها دور مانده است که با منابعی که داریم اولین سفری که به جمهوری اسلامی ایران انجام داد این اس یتیموف بود که پس از چند ساعتی در کنش یک شته زدن گفتن برو بخیر یعنی ما تو را اینجا مرغوب نیستی ما تو را پسند نمیکنیم و خب ما با زبان مردمی صحبت میکنیم به همون خاطر من با زبان عادیه که اینجور اونجور نمیبرمش مردونه یعنی بردن در کنش یک شته زدن گفتن برو اس تو مشکلات درست کردی یعنی اینقدر مشکلات مصیبتی که میان تاجیکستان و ایران جور کرد انا همین اس یتیم بود البته با هدایت و راهنمودات خود رحمانوف هم اگرچه باشد البته از چیزی اون دور نیست ولی مهم که محرک اساسی و تطبیق کننده تمام بدبختی هایی که بر سر نهضت اسلامی اومد و این یعنی که مشکلات هایی که اومد این اس یتیم بود و ایران اتهام کردن و پوشک کشیدن یتیم بود برای کسی یعنی که پوشیدن نیست این مسئله برای همه معلوم است و خوب دیدیم و پس از اون هم اگر دقت بتیم دیپلماتی بردی ایران با انا همون صبرش بود همیشه شما با استاد مهدی کبیری میگه صبر میکنه میگه برای چی صبر یعنی کی است یعنی که سوالای شما بیشتر همین است و نه فقط شما چون شما اینا از مردم میشنوید و اونا با استاد کبیری میتید ولی اکنون دیدید که دیپلماتی صبر ایران چگونه پیروز شد بر علیه رحمانوف هر چی که ایران بر علیه یعنی که رحمانوف یا که مقاماتی اون بر علیه ایران گپ زدن ایران یگان سخن نکشاد در حالی که یک تاکسیست از کانادا و از امریکا اگر بر علیه ایران سخن گفته باشد در حال مردم میریختن تو خیابانها و کارهای انجام میدادن ولی دولتی دوستی با ما معین گفتن یعنی که بزرگترین افراد این ملت در قتلشون ایران شریک دونستان تحریک کودتای نظامی بله تحریک کودتای نظامی انجام دادن مبلغ 1,000,000 چند هزار توسط ایران گرفتن و با حاجی حلیم دادن تمام اینها رن اتهاماتی خیلی بزرگ بر علیه دولت بود ولی ایران همانا خاموش بود و کار نمیکرد بالاخره یتیموف شخصی که این کار انجام داد از تاجیکستان چی شد از ایران گفتن ما مرغوب نیستیم برای پذیرش شد و اون رفت افغانستان پس از اون سفر اگر یاد داشته باشید یعنی از اینجا که یه شتش زدن ایدر زدنش تریزه داخل شد از کلکیت افغانستان داخل شد یعنی برای که من دیدی من مقامات افغانی پسند میکنن و قبول میکنن و یعنی که من بعد در حالتی که اون مناسباتی خب دیگر با افغان ها چی دارد اونا میدونیم ما یعنی که چی مناسبات بین فرخار و بین عبدالمومن و بین خب دیگر این چیزهایی هستن که ما روی اینها کار کردیم و موضوعی گفتی که مناسبت بین سردمدارای دولت افغانستان و اس است مسئله شخصی است البته بعضی مسئلهش برمیگردد به دو نهاد قدرتی هم امنیت و هم داخله ولی در مسئله این که شیرعلی میرزا رفت اونجا رفت نزدی یعنی آرامگاهی سردار سلیمانی و اونجا چست هم داد در حالی که سردار سلیمانی را کی کشت و مناسبات بدی تاجیکستان با ایران اون هم یکی از منشأهاش همین آقای ترامپ بود و رحمان برای که خشم در آغوش ترامپ با اندازه خوب اینم شیرعلی میرزا و چستی مردانه خوب اینا باید بدانن این سیلی آبدار بر روی رژیم رحمانوف بود اینا دقت جدی بتید اکثر نمیدونن رفتنی وزیر دفاع یک کشور و در نزد شخصی که اون یعنی که از یگان نمود خیل اگر در یک دولت دنیا 5 تا آدم او براش رحمانوف تعزیه بیان میکنه ولی رحمانوف او در این مسئله یگان تعزیه بیان کرد ولی اینجا اومد مجبوراً چست داد انا اینا سیلی آبدار سیاسی میگن این یک طرف مسئله طرف دومی مسئله سفر کردن آقای رمضان رحیمزاده در کدام شب و روزها صورت میگیرد کدامی که از تاریخ جمهوری اسلامی ایران آگاهی دارد این روزها روزی در گذشتی اساسگزار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی است دقیقاً در این شب و روز سفر کردن و قبول کردن و در اون مراسم اشتراک کردن
این خودش دلالت از چی داره؟ سیلی آبدار دیگره بر روح جبین رحمانوف است. انا اینا میگن بردی دیپلماتیه، انا اینا میگن صبر که 5 سال صبر کرد و در بالاخره با یک نمود شکست مهلک دیپلماتی بر انا همین چهره، یعنی به یگان حرف، یگان بیانیه نداد، یگان کار نکرد، جواب نگفت، اتهامات عالم کشت، تاجیک کشت، یعنی که فلان کار کرد، ایران هیچ کار نکرد، زندان کرد اونانی که در ایران تحصیل کردن همه. ولی این شخصی که میبینید آقای روحانی واقعا هم یک شخصی بود که در دولت ایران، یعنی که من دیگر نمیدونم، گپای زیاد گفتیم آقای روحانی را، آخر حکومتش است یا دیگه خب کنیم حکومت جدید که اومد دیگر اونش باید دیگر از اشتباهاتی که این کرده است ما دیگر نمیتونیم که خوب دیگر چیزی در مورد این بگیم، چون نهایت رفتنش است و رسول اکرم هم حدیث دارد که لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، مردگان رو دشنام ندهید چون که اونها رفتن، چون نهایت رژیمش، نهایت حکم روحانی است. دیگر ما در این مورد چیزی نمیگیم، ولی واقعا هم یعنی کارهای انجام داد که اون کارهای خوبی نبودن. مبلغ 2 میلیارد دلاری که از طرف زنجانی هم در تاجیکستان گرفته شدند، اونها هم برمیگردد به ناکامی سیاستی همین آقای روحانی که نتوانست کارهای در مورد خوب اون مبلغ‌هایی که از در حالت تحریمات ایران بودند از اون مبلغ‌ها هیچ چیزی نگرفتند. و این هم خوب دیگر حکومت رحمانوف است که تقریبا نیمی بودجه یک ساله کشور تاجیکستان از طرف همون فروش نفتی دولت ایران که در وقت تحریم قرار داشت توسط دولت تاجیکستان، اون پول‌ها را می‌خواستند که توسط تاجیکستان به ایران بیارن، ولی یعنی که چی میگن دزد میگن زادکو، یعنی یک چیزی که مبلغی که اونها بود گرفتن، رحمانوف کاملا گرفتش و چیزی هم برای این و اون مبلغ باید دولت جدید طلب کند حتما، و به جای اینکه حکم اعدام با آقای زنجانی دادن باید که اون مبلغ ها را که در دست فعلا ظاهرش اکثری اموال غیر منقول آقای زنجانی هست و در دست خدای ظاهر که شخصی که دختری ظاهر گرفته است در دست انا همون اموال غیر منقول آقای زنجانی در دست اون هست و فعلا گفتی گپ اونا باید که حتما طلب کند و مبلغی نیست که یعنی برای پول مردم ایران باید که داده نشود و حق است و اون حق مردم ایران است، باید که حتما به مردم و ملت ایران برگردانده شود. و ناکامی سیاست دولت روحانی همین بود که چیزی اینجا پنهان بود که از یعنی که برای اینکه بیشتر سیر نگوید آقای زنجانی یعنی که حکم به اعدام شد، ولی من نمیدونم که اون تطبیق شده است یا نشده است، ولی اینجا هم چی سیر میانی همین چیزها وجود دارد که مبلغی گرفته است یا دیگه ش بخشیده است، نمیدونیم. یعنی این سیری است که باید آقای زنجانی یعنی که باید میبودند و این قضیه را روشن میکردند. در مسئله دیگری که آقای شوکت جان من یک کمی در اون مقاله ذکر کردم برای مناسبت یا وارد شوی جمهوری اسلامی ایران در شانگهای بود و ما خوب میدونیم که شانگهای یک مجموعه یعنی که یک چی است، یک سازمان یا هیئت کشورهای عبارت است که در اونجا بزرگترین شرکت‌های یعنی دولت‌های وجود دارند که دولت‌های کلیدی هستند، مثل روسیه، مثل مثلا چین، یعنی مثلا دولت‌های بزرگی منطقه را در نظر دارم. همین دولت‌های منطقه‌ای که همچون راه ابریشم هست اونها گفتی گپا وجود دارن همش، ولی دولت‌های ابرقدرتی که حرفشون در منطقه حرف هستون، ولی هر دو دولت ابرقدرت ها بگیریم، چین با ایران حدودی 500 میلیارد دلار شرطنامه اقتصادی دارد که 25 سال 16 میلیاردی یا اگر خطا نکنم از این قبیل بالا و پس چی مشکلات دارد برای ایران مناسبت کردن تنها با همه این دولت‌هایی که در اون شانگهای هستند و دولت ایران با اونها مناسبتی در علیحدگی دارد و وارد شوی ایران در اون شانگهای برای آن بود که تحریمات اقتصادی امریکا روی ایران بیشتر بود و اون وقتا شامل شویش برای ایران بهتر و خوبتر بود، ولی فعلا اصلا لزومی نمیبینیم که یعنی که ایران در این سازمان شامل شود، چون که امریکا هم تحریم هاش برداشته است. یعنی آقای جو بایدن تا جایی نمیخواهد که با ایران اون کارهایی که آقای ترامپ کرده بود اونها را یعنی که اثر بگیرد و تاجیکستان در این شب و روزی که یعنی که یک جا برای تو مبلغ لازم است یا حالت وزمین است از یک جا مبلغ میگیری با دیگر نفر میگه منم مبلغ میتیم، میگه من کارم درست شده است دیگه لازم ندارم از تو مبلغ گرفتن
ولی این هم همون کار میماند که سفیرش از داخل ایران صدا بلند میکند که بله ما کوشش میکنیم که دولت های عضو را برای آواز دادن در اشتراک ایران یعنی که هم فعال کنیم. ولی من بار دیگر میگم که دولت قرقیزستان الکی نوت خودش را برای شامل نشدن ایران در شنغهای ارسال کرده است. یک نفر اگر در این هیئت دولت ها اگر رد بتید، این به مانند نیست که 8 کشور باشن 5 تاش اگر ها گفت 3 تاش نگفتم شامل بشود قبول بشود قطعنامه، این چنین نیست. یک دولت اگر ناراضی باشد نمیتونن کار انجام بدن. خیلی که تاجیکستان بر ضد ایران آواز داده بود و ایران شامل نشده بود. ایران شامل نشد، درست. انا به همون خاطر باز جای ایران جای تاجیکستان گرفت قرقیزستان. برای انا همین سیاست های نوبخیرادانه انا همین رحمانو. ولی فعلا اومدن گفتن که ما کار میکنیم، سفیرش گپ میگه، سفیرش دروغ میگه، کار کردن نمیتونن در این مسئله، چون که قرقیزستان ناراضی است الکی در شامل شوی ایران بار دیگر در یعنی که شانگهای. این دلالت حالا ببینید برادر عزیز محمد اقبال صدرالدین، با اندیشه شما حالا خوب شدن مناسبت تاجیکستان با کشور اسلامی ایران، با جمهوری اسلامی ایران و بگذار با جمهوری باز هم با جمهوری پاکستان برای حل قضیه مرزی تاجیکستان با قرقیزستان چی منفعتی دارد؟ منفعتی البته دولت تاجیکستان باید که ما هیچ یگان شهروند تاجیکستان بر علیه یعنی که دولتش نیست که مناسبت خوب همسایه هاش داشته باشد. ما همچون شهروند تاجیکستان اصلا یعنی که نمیخوایم که تاجیکستان حتی با قرقیزستان نمیخوایم مشکل. اینجا ما باید بدونیم که همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان همین گونه مناسبت ها، مثلا اگر شما نگاه کنید طول 5 سال اخیر خیلی که خودتون قید کردید تمام کوششش رو کرد که جمهوری تاجیکستان حکومت جمهوری تاجیکستان تمام کوششش رو کرد که ایران رو بدنام کند، در همه چیز گناهکار کند و هاکذاها، لیکن امروز کوشش دارد که با ایران مناسبتش رو خوب کند و اکثری کارشناسان بر اینند که این بستگی با قضیه مرزی تاجیکستان با قرقیزستان دارد. با فکر شما همین خوب شدن مناسبت تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران چی نتیجه خواهد داد به حل شدن قضیه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان؟ همین عکسی که در چی گذاشته است، همین عکسی که فعلا گذاشته است، همون یک نفر نوتش رو داده است که ایران به سازمان همکاری شنغهای شامل نشود. بله، همون عکسی که گذاشته بود یک مردی دراز سیاه ایستاده بود با لباس نظامی، یعنی که همون اگر بر عقب بر بگردد تا اینکه ببینند یک نفر نظامی انامین نفری که نظامی پوشیده است انامین روس است. این وزیر داخلی تاجیکستان است. اینجا هم وزارت کارهای داخلی یعنی که ایران و نشان دادن سلاح‌ها و مهمات به وزیر کارهای داخلی تاجیکستان آقای نیهانی. همین عکس ببیند هر شخصه و خوب دیگر رمضان رحیم‌زاده را همینجا گفته هستش، یک نمود نشون فهمونده هستش که تو فکر نکن که از زیر نظر ما دور هستی. این همین عکس خودش معنای خیلی بزرگ دارد. و همین سوال شما انا همین عکس دلالت کننده از بسیار چیزها هست. یعنی من بارها گفتم که تاجیکستان نمیتواند از خط کشیده خط مشی کشیده کرملین بیرون ببروید، ولی روسیه نه آنچنانه که تاجیکستان میخواهد، نه پیشم بیا که دوستت میدارم، نه دور نره که گرگت بخورم. یک مطلب تاجیکی است. فهمی؟ یعنی که انا همین خیل سیاست ادامه پیدا میکنه. و ما بار دیگر در مسئله اون چیزی که میان تاجیکستان، اون چیزی که میان ایران و تاجیکستان است، همین میگم که باید که دولت تاجیکستان مناسبت خوب با ایران داشته باشد. یعنی که مناسبت خوب داشتند با جمهوری اسلامی ایران، با افغانستان، با قرقیزستان، با ازبک. با یک مناسبت خوب شدن با ازبکستان دیدیم که چقدر آسانی ها برای مردم تاجیک آورد. یعنی وقتی که میبینیم که مناسبت ها میان تاجیکستان و یعنی که ایران خوب میشود، هیچ یگان مصیبتی یعنی که برعکس بهتر اقتصاد پیش می رود. یعنی مال و کالایی که چنانه که امروز در مصاحبه با ازدا
یعنی که انجام داده بود اون کارمند ارشد وزارت کارهای خارجه، یعنی که در مورد نقل و انتقال مال و کالا از میان دولت ها و دولت ها، این خودش یکی از چیزهای بزرگی است که اگر تجارت بین دو طرف و توریسم بیشتر شود، فعلا در میان تاجیکستان و ایران تنها همین چیزها یعنی که باقی مانده است: انتقال مال و کالا، توریسم و جشن گرفتن نوروز و این چنین چی بعض شب‌های شعری که کتاب رحمانوف فعلا در ایران به نمایش گذاشتن شب شعر رحمانوف بود. خوب دیگر همین چیزها مثلا قبلا باقی مانده بود. ولی حالا ببینید برادر عزیز، کشورهای ترک زبان خیلی با آسانی به هم اومده ایستادند و در مسئله دستگیری هم در مسائل حربی نیست، آنها خیلی همصدایی کرده ایستادند. اینجا این مسئله درست است. یکدیگر فهمیشان به هم آمدنشان خیلی زود به میان آمده ایستاده است، اما کشورهای فارس زبان چنین نیست و دویم بین آنها یک سردی وجود دارد و دوی میخواستند با هم بیاین، یک چیزی به آنها خلل میرسوند. به طور مثال چندین سال پیش اعلان کرده بودند که رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری افغانستان اعلان کرده بودند که یک تلویزیون مشترک میسازند و حتی همین تلویزیون مشترک ساخته به تشکیل تاسیس تلویزیون مشترک که فارسی زبانان موافق نشدند، به حتی یک عادی‌ترین چیز موافق نشدن. چرا چنین است؟ باید از نگاه سیاسی من این گپ نگم، ولی اون چیزی که واقعیت است من میگمش. درست است؟ ولی از نگاه سیاسی سیاستمدارا این طرف میزنن اون طرف میزنن تا اینکه یگان کس خفه نشود. ولی اصلی اساسی مسئله افغانستان و تاجیکستان و ایران، اینجا مشکلات اساسی که میگم میان افغانستان و تاجیکستان دولت در دستی برادران پشتو زبان است. اما این هیچ کس انکار کردن نمیتونه، در حالتی که در افغانستان 50% مردم افغانستان تاجیک است. تاجیک خارزار در افغانستان، تاجیکی کشته شده، تاجیکی با بدترین حالت آورده شده در افغانستان است. این انکار کردن نمیتونه هیچ کسی. حتی امریکا هم همیشه کوشش میکنند تازیا و آنانی که اجنبیه که کسی را به سر قدرت میارن اقلیت ها را میمانند، تا اینکه اون اقلیت ها با اون اجنبیه که اون آورده سر قدرت گذاشته است اطاعت کنند. این مثال معروف است و این هیچ کس انکار کردن نمیتونه. افغانستان چنین حاله و جمهوری اسلامی ایران یعنی که جمهوری اسلامی است و همزبان است و برای ما همدین است، ولی مسئله اساسیه که البته برای تاجیکستان ما اصلا یعنی که مذهب هیچ فرقیت نداره که تو بودایی هستی، تو یعنی که یهودی هستی، تو چی هستی، اصلا مهم ندارد. یعنی که این مسئله در نگاه سیاسی اگر تاجیکستان برای تاجیکستان یعنی از روی قانون از روی عمومی یعنی که رهبر و این موضوع هستن به خاطر چی؟ به خاطر آن که همین همه توطئه های شیعه و سنی و وهابی و سلفی و خلفی همه چیزها رو همین رژیم امام رحمان خزونده. اینها پریدلاک هستند، اینها تمغه های هستند که با این نام و ماده 307 مردم به زندان بشنونند. اینها تمغه های هستند که با این تمغه ها میتونن که مردم زندانی کنند. اینها برای رحمان و مذهب، دین، مقدسات یعنی که هیچ چیز وجود ندارد در پیش پول و در پیش اداره کردن. ببینید از نگاهی مذهبی بجنایت کشیدن در بجنایت کشیدن من نرفتم تا دور، یعنی که من تو اصل مسئله نرفتم و از نگاهی این سه دولتی که ما هستیم برای چی به هم نمیآیم تا سوال شما پر شود. تو نماینده گوش کنه. چرا ترک زبان ها یک جا میتونن شده ولی تاجیک ها نمیتونن، فارسی زبان ها نمیتونن شده. وضعیت افغانستان گفتم که دولت در دست تاجیکان نیست، این هیچ کس انکار کردن نمیتوند. مسئله تاجیکستان گفتیم که یک شخص با خشن‌ترین یعنی که هم چهره و هم اخلاق و هم دولتداری و هم سیاست با نام رحمان و سر قدرت است و اصلا این طرفدار این ملت نیست و این هدفش تنها اداره کردن قدرت و از دستش نرفتن و اداره کردن کشور است. چیز دیگر برای این مهم نیست. ملت، وطن یعنی که سرزمین، خاک، اینا یگان چیز براش ارزش ندارد. رحمان و جمهوری اسلامی ایران خوب دیگر شیعه هستند، دولتی که مثلا دولتی یعنی که شیعه مذهب هست و این چیز یعنی که هم افغان ها را
یعنی که اگر برادر پشتون هم که باشند ولی تاجیک ها از این طرف خوب دولت در دست رحمانوف همین چیز نمیماند. ولی ترکیه قزاق هم حنفی است، ترک هم حنفی است، ازبک هم حنفی است، انا آذربایجان هم حنفی است. اگه بیا برا همین خیل برا همه ترک زبان رو از یک طرف بگی حساب که همه چی هستند، یعنی که حنفی مذهب هستند و اینها نه در زبان نه در یعنی که چیزی مخالفت ندارن بین یک دیگر، یعنی که لهجه های گویش دارن که اینها نمیگذارد اینها را یعنی که دور شوند از یک دیگر. و ببینید که دولت ترکیه با فیلم هاش دنیا را تسخیر کرده است. حتی تمام مسلمانان عرب یعنی که تمام مردم در دنیا با افلامی که میبرارد با مبلغ های میلیارد دیل تمام مردم را تسخیر کرده است و مردم حتی میبینیم که حماسه های پیدا میشود که مثلا توسط اون فیلم هایی که اینقدر تاریخ بزرگ داشته است ترکیه، مثلا از دولت سلجوقی شروع کرده آمدن تا دولت عثمانی و سلطان عبدالحمید که پایتخت فیلمش رفته است. یعنی برای جامعه جهانی مبلغ هایی که مصرف دارد روانشویی دارد دولت ترکیه. یعنی تاریخ بزرگ ملت ترکیه برای جهانیان به نمایش گذاشته است که ما انا همین خیل بودیم و آینده نیست با بر میگردیم به همون اصل خودمون. ولی دولت تاجیکستان تا امروز یگان فیلم چنین کرده است برای ملت و معرفی کردن اجداد گذشته خودمون. درست ما مردمی جنگجو نبودیم، درست ما مردمی یعنی که لشکرکش که یگان دولت تسخیر کرده باشیم نداریم، ولی تاجیک ها هم در دولت سلجوقی و هم در دولت عثمانی و هم در دولت هایی که بودن در از خلافت های گذشته مغز و سر کاری تمام اونها تاجیک ها بودن، چی در دولت تیمور باشه چی در دولت یعنی که همین عالم خان همین سلاله همین گفتی گپا آخرانی که در بخارا بود. پس ببینید که تمام مغز اداری تاجیکا بودن، تمام مغز اداری، ولی سرلشکر و زدن و کشتن و دولت گرفتن تسخیر کردن در اختیار ترک ها بود. ولی ببینید که در اینجا یگانه جدایی که میتواند باشد میان اینها از نگاه بعدی یعنی که همین مسئله تنها نگاه مذهبی است، ولی در دیگر مسئله مشکل وجود ندارد اینجا میان فارس زبانان. و در ازبکستان حالا حتی نمیگوید کسی این سخنه. چقدر نفوذ دارد ازبکستان؟ 32-33 میلیون. چقدر تاجیک در ازبکستان است؟ بیش از 20 میلیون تاجیک است. حالا ببینید نگاه کنید در تاجیکستان رژیم امام علی رحمان میگوید که حتی طبق قانون در قانون نوشتن که تاجیکستان پایبند به مذهب امام ابو حنیفه است. بله؟ لیکن اگر در تاجیکستان به طور درست پایبند به مذهب امام ابو حنیفه باشی هم سلفی میشوی. برای اون که با این گپ است تاجیکستان میخواهد بگوید که یعنی دینداری مردم را طبق خواسته های خودش دیدن میخواهد، نه طبق مذهب حنفی. برای اون که نفرانی که از روی مذهب حنفی فعالیت میکنند، فعالیت برده ایستاده اند، آنها نیز در پشت پنجره زندان هستند، تروریست و اکستریمیست شناخته شدگی هستند که یگان عقیده، یگان اندیشه تروریستی، یگان اندیشه اکستریمیستی نداشتند، پشت پنجره زندان شدگی هستند. حال آن که اکثریت بر اینند که آنهایی که پشت پنجره زندان کرده شده اند، آنهایی که کشته شده اند به خاطر با تهمت تروریستی اکستریمیستی همونها بودند که هیبتشان، شهامتشان، جسارتشان کشورهای همسایه را نمیگذاشت که به سوی ما چشم لا کنند. اناکنون ببینید تاجیکستان میخواهد مردم را با همین چخیلی که خودش میخواهد، هوای نفس خودش میخواهد، همون طور دینداریش را ببیند، نه پایبندیش به مذهب امام ابو حنیفه. امام ابو حنیفه کی بود؟ امام ابو حنیفه کسی بود که خودتان خوبتر از همه ما بهتر میدونید که به خاطر نپذیرفتن از تصمیمات قاضی در زندان جان داد. در زندان جان داد. اناکنون این تاجیکستان ما میگوید، رژیم تاجیکستان امام علی رحمان میگوید ما پایبند مذهبی حنفی ام، حتی از روی قانون صدها پیروان امام اعظم مثل خودش در زندان امام علی رحمان قرار دارند. اناکنون حالا ببینید شخصان سیاستمدار،
حالا اینها رفتن به سوی ایران، به سوی پاکستان برای پشتیبان جستجو کردن. پشتیبانان اصلی کشور، آنها که در اصل در حقیقت پشتیبان همین کشور هستند، در این کشور فرزند دارند، خانه دارند، جای دارند، اینجا را وطن خود میدونند. وطن خود میدونند. از آب و خاک این وطن شمیدند و بویدند و چشیدند و لذت بردند و این وطنشون رو دوست میدارند. همه این اهل شجاعت، اهل جسارت و اهل مردانگی را بردش پشت پنجره زندان کرده است یا دارد میکشد و در این روزهایی که به مشکلی دچار شده است، در این روزهایی که به مشکلی دچار شده است، به جای آن که یک سیاست را پیاده کند که خطایش را بپذیرد، بگوید که واقعا من اهل شجاع را، اهل جسارت را، پشتیبانان خودم را، پشتیبانان مدافعان مرز را پشت پنجره زندان کرده ام، با اینها رو بیارم و این خطاهای خودم را اصلاح کنم، باز هم خطا با اندر خطا میره رو میبیارد جانب بیگانگان، تا به پاکستان و تا به کجاها رو میبیارد. درباره یراق اسلحه این چیزها گپ زده شده است. درست است، یراق اسلحه میاری، یراق اسلحه‌ای که جسارت برداشتن ندارد در داخل، اون را به کی میدهی؟ اونهایی که جسارت داشتن، اونهایی که شجاعت داشتن، از همه بالاتر، از همه بالاتر پشت پنجره زندان کرده ای، اونهایی که خوبتر و بهتر از همه این سلاح ها رو استفاده میکردن، یکی تو سلاح ها رو میبیاری، همه را اهل جسارت و شجاعت را پشت پنجره زندان کرده ای، سادی به کی میدهی؟ شوکت جان، من در این مسئله گفتم که برای رحمانوف اون یعنی که تمغه هایی که درست کرده است و سلفی و یعنی که چیزایی که درست کرده است، حنفی ها را حتی با این نام برای زندان میکنه، این یک تمغه بود برای زندان کردن. مثلا من یگان مطلب نداشتیم که بیرون از مذهب حنفی باشد، سمونه وسطیت قبلی که خب بیشتر خواننده تاجیک در داخل و در خارج داشت و روزانه از رادیو آزادی بیشتر خواننده داشت، چون که موضوع ادبی، دینی، فرهنگی یعنی که تاریخی این چیزها بودن. به همین خاطر بار دیگر میگم که برای رحمانوف بقا در قدرت مهم است و هر کسی که عادی ترین سواد داشته باشد و بداند که اون از پشتش میتواند یگان نفر برده، حتما او باید که پشت زندان شود یا داغ سودی براش بتید. با همون خاطر حکومت فعلی کشور دین، مذهب، مقدسات هیچ چیز برای اون ارزش ندارد جز انا همون کرسی، جز انا همون قدرت برای خودش حفظ کردن. به همون خاطر برای حفظ قدرت آماده است. الله شاهد است که دین دولت بودایی کنند. انا رحمانوف برای حفظ قدرت اگر بکنش که بعد ایت رستم میشه و ما گارانتیت میتیم و مذهب باید که دین دولت دین بودایی باشه، بوداییش میکنه. اگر هازی مثلا بالفرض میگم جمهوری اسلامی ایران بگم من حمایت میکنم، یگان پرابلم نمیشه و باید مذهب رسمی دولتی شیعه شود، من باور دارم رحمانوف 100% قبول میکنه که من آماده‌ام با ایران همکاری کردن و مذهب رسمی دولتی رو من یعنی که مذهب شیعه جعفری اعلان میکنم و فقط شما برای من کمک کنید. یعنی اینم آماده از رحمانوف و این کار در تاریخ گذشته هم شده بود، چنانه که دخول سلطان محمود غزنوی به بخارا و شکست دولت سامانیان شد. یعنی همین مسئله بود که اومدن، یعنی که برای چی بود؟ خب تاریخ معلوم است، هر کسی که میخواهد بفهمد تاریخ ورق بزند بخواند بفهمد که چی گپ شد و چی گونه دولت شکستی یعنی که دولت سامانیان به وجود آمد. و انا همون روزها هم دقیقاً رحمانوف دوره قرار دارد و انا همون خطاهایی که 1100 سال پیش سقوط دولت سامانیان و غلبه دولت غزنویان، سلطان محمود غزنوی بر علیه دولت سامانیان بود، دقیقاً انا همون اعمالی که نبره اسماعیل سامانی انجام داده بود، رحمانوف از پی انا همون خطی مشیر همون رفته ایستاده بود. ولی شکستی اون شکستی خیلی مهلک بود، ولی شکستی رحمانوف امیدوارم که یعنی که برای ملت و مردم تاجیکستان خیلی یعنی ارمغان خوبه و جون میگذارد. به همون خاطر در این قضیه باید ملت همین بداند. من با اون چیز بازی هایی که رحمانوف سفر میکند پاکستان، نماینده‌اش میفرسته به هر کشور مناسبت میکنم و مخالف هیچ مناسبات خوب و حسنه با هیچ همسایه‌ای نیست، ولی
بار دیگر میگم که شما میدانید که اصلاح با همون فوشکاری هایی که در موردی از طرف مرز افغانستان میشد خونسا کرد، همون عملیاتی که یتیم رفته بود از افغانستان، یعنی که با تاجیکستان هجوم میشد و چقدر تاجیک میکشتند با همون فوشکاری همون، یعنی که با اعتراف خود کمیته دولتی امنیت ملی همین مسئله خونسا شد. و شما میدانید که ما همون صحبتی که اون روز کردیم در مورد اینکه اینها میخواهند که برای حفظ قدرت خودشون هم صابر جعفروف و هم رحمانوف میخواهند که همین جنگ شود، ولی بار دیگر برای تمام مردمی که شاه جمعشون کرده است، شاه بچه‌ها را از روسیه دعوت دارد که بیان تاجیکستان، براشون پول داده است تا اینکه در مقابل قرغیزها قرارشون بتیان و این چنین در قرغن‌تپه رفته پول داده است، پول نه در شاه پول داده است، در قرغن‌تپه رفته کدام در افغانستان بوده است، جمع شوند 100 نفر فعلا از سرخوش ترکمنستان جمع کردن برای آمادگی به جنگ قرغیزها. بار دیگر من براتون میگم که اگر قرغیز پیش بدرویا بیاید تا یعنی که اول شهرستان و تو ورزابه دوباره برمیگرده به همون خریطه قبلیش میره و اگر تاجیکا پیش بروند تا حماهای شهر بیشکک هم برمیگرده میاد تا جای اصلی قدیمه شه، ولی اینجا تاجیک میبره، ولی اینجا قرغیز میبره، ولی اینجا وطن بلنگار بشود. به همون خاطر تاجیکا با پیش نگه و تاجیکستان برختون بکشین برای منفعت‌های رحمان و برای بقای قدرت رحمان. جنگ گفتم بگو زن تا قطعی دخترات و دامادات رو که جنگ کنن، دولت تو خورده ما میگیریم، دولت وقتی گرفتیم یک وجب خاک نه به قرغیز نه به خیتوی نه به یگان کس میتیم. حفظ سرزمین تاجیکستان برای ما وجدان و ناموس شرف است، ولی نه حفظ ما از حکومت رحمانوف. باری دیگر میگیم حفظ وطن از حفظ رحمانوف فرق دارد، کشته شدن برای وطن از کشته شدن برای رحمانوف فرق دارد. هیچ کس خودش با کشتن برای بقای رژیم رحمانوف نتیه. اونانی که فعلا از روسیه رفته‌اند دعوت شاه پذیرفتن. چند نفر جوان با من زنگ زد که شاه با ما دعوت دارد که همون مجاهده سابق که بیاید با من باشد، ما برای شما سلاح میدیم تا با قرغیزا جنگ کنیم. شاید مجبور هستند که بپذیرند، مجبور هستند مجبور نیستند. برای من مهمش همین است که دعوتشون دارد، ولی میگم اینجا یک بازی ژئوپلیتیکی بزرگ است و در این مسئله برای بقای قدرت صابر جعفروف که فعلا دولتش متزلزل است، از روی کارهای کورپسیونی و کارهای درگذشته کرده بود و عملهای انجام داد و بقایای رژیم قابلی یعنی که رژیم قبلی بقیوف هست و برای این میخواهد که در قدرت باقی بمانه، باید یک جنگ انجام بتید. واقعا در این حرف شما موافق هستم. میدونه چرا؟ برای اینکه ما یادم نرود سنه های 4 اپریل بود، به فکرم تقریبا 25 روز پیش از سرشوی جنگ در برنامه دیدگاه یک صحبت کرده بودیم، نامش هم این بود که تاجیکستان و قرغیزستان به یک جنگ خردکک آمادگی میگیرند. نامش همین خیلی بود. به فکرم تقریبا 25 روز پیش از سرشوی جنگ ما گفته بودیم که تاجیکستان و قرغیزستان به یک جنگ خردکک آمادگی میگیرند. در اونجا از کجا این منشأ گرفتگی بود؟ عبدالقادر طلبکوف کتابدار پایتخت کشور، یکی از کتابخانه های پایتخت کشور، گفته بود که من نمیاک کردنی نیستم اما باید یک جنگ شود. تقریبا 25 روز پیشتر و ما این را تخمین زدیم که او از پیش خودش این گونه گپ رو نمیزد، حتما به او گویانده شده است. همین خیلی تخمین زده بودیم و بعد از 25 روزش این جنگ خردکک به میان اومد و ما گفته بودیم که این جنگ اداره شونده است، یعنی یک روز دو روز می شود اداره میکنند با همین به اتمام میرسد و واقعا هم چنین شد. واقعا هم جنگ شد، جنگ اداره شونده. یک روز دو روز جنگ کردند که زیاده از 50 نفر وفات کرد، مرد، از جمله 19 نفر تاجیکستانی، شاید از این زیاد نباشد، رسما 19 نفر تاجیکستانی به شهادت رسید. اما یک جنگ اداره شونده بود. هم رفتن گفت و شنود کردن، جنگ را تمام کردن و همه یک چیزی دیگر آقای شوکت در همینجا باید بدونیم. همینجا گپ شما آمد که جنگ را کردن، تمام کردن، هرچند تاجیکستان یک چند قدم به داخل قرغیزستان در آمد، باز آمد جای خودش ایستاد. از شما گفتید که همه باز میگوید تا شهرستان رو بدم، باز میگردد به جای خودش.
اینجا ببینید باز به جای خودشان آمدن ایستادن. در اینجا ما شهید دادیم، چقدر خانه ها سوختن، ولنگار شدن، چقدر فرزندان یتیم شدن، بی‌سرابان شدند مثلا. و اینها حالا هم گفت و شنید کرده ایستادن، یکدیگر را با آغوش میگیرند یا به یکدیگر زنگ میزنند به فلان جا بیا وا میخریم، میگن میروند وا میخورند. باز کانتینر هایی که برده بودن، باز 1 کیلومتر کانتینر برده بودن، طبق 1000 متر کانتینر برده بودن. با خبر میشنویم که 3 کیلومتر عقب پس برده است. 1 کیلومتر بردگی بعد از گفت و شنید زنگ دوستانه یکدیگر رو با آغوش گرفتن. این کانتینری که 1 کیلومتر اون طرف رفته است 3 کیلومتر عقب گشته است. من رسانه ها گفته شدم، ما نه. اکنون آقای شوکت همینجا یک قضیه را خوب فکر که 700 متر پیش رفتن، بله 3 کیلومتر قفو رفتن. اینا بردی دیپلماتی رحمانوف میگن. خیلی که زمین داد گفتم بردی دیپلماتیش بود، بردی دیپلماتی رحمانوف است. و یک مسئله دیگر را فراموش نکنید که برای چی این دفعه از لخش این کار شروع شد؟ برای چی؟ اون وقت فارغ بود، این دفعه از لخش شروع شد. برای چی؟ اینجا سوال به میان میاد که سبب علتی بردن کانتینرها با اون طرف 700 متر و خوب دیگر اومدن ورتالیاتی یعنی که همراهی تشریف سقوط کرد و در اونجا 4 سردت قرقیز هم زخمی شد و پس از اون دعوت کردن اومد. یعنی که ولی صحبتی تشریف اگر شما گوش کرده باشید همیشه اتهام میکرد طرف تاجیکستان، همیشه یعنی که طرف تاجیکستان اتهام میکرد و برخوردی تشریف با یتیموف اگر اس اهمیت داده باشید. وقتی که در باتکن بود یا در آش بود صحبت یتیموف چهرش پس از مردمی و اون طرف کشته شدگی و خونه‌های سوختگی و جنگ رفته است، آدم کشته است، یتیموف میخندید. ولی وقتی که در جرگتول رفتن چهره یتیموف یعنی که عبوس بود، همچون یعنی که ترحقهم قطره بود. اگر اهمیت داده باشید تشریف دست شیطری دارد. یتیموف رنگی که یگان عروسی که قر میکنه که ای شوشان هم تریه هم تری یا طرفه استودگی یتیموف دیگه یک چیزی یعنی که معین است. در اینجا باز چیزهای هم نهفته است که یتیموف در این مرحله میخواست که همین کار شروع شود، ولی الحمدلله که پیش روی این کار هم گرفته شد. ولی اینا میخواستن که از این طرف بیاین تا اینکه همون قرقیز تبارای از طرف لخش بودگی را چی مشکلات درست کنن و اینجا چی چیزی یعنی که باز پنهان است که در آینده این ان شاء الله با تحقیق داریم تا اینکه در مسئله لخش آن چیزی که گذشت میانی یعنی که در سرحد بین تاجیکستان و بین قرقیزستان از طرف جرگتال، یعنی این مسئله حتما اینها بدون داد و گریخت کار انجام نمیتین. حیات حکومت رحمانوف و مقاماتش پول است. خون و شهید و خانه های ویران و کشته شدن شهروندان برای مقامات تاجیک به مانند یک دانه ارزن ارزش ندارد. این ملت تاجیک آگاه باشه، خودتون با کشتن با پیش نگه. شما برای حکومت رحمانوف قدرت و قوت میتیه. شما اگر 1000 که جنگ هم که باشه جنگ کنه برای وطن برای حمایت نگه. شما برای بقای رژیم رحمانوف هر کاری که کنید انجام میتید. اشتراک نکردن در این چیزو بگذار. دومدار رحمانوف برای بگذار زویر برای جنگ کنه. 300 نفر یعنی که افراد دارد که میرواد گروپ الفا یا فلان را از فرمیرواد میکنن و کازاد میکنن، همون افراش برای جنگ کنن. برای مردم چرا پیش میدوزه؟ چرا عسکر جمع کرده سی؟ با میخوای مردم بکشه؟ یک بار تشکیل کردن در دولت‌های خارجی بچهای با ایمان عقیده را روان کردن، همه شکشتن. اینا در اینجا میخوام با بچهای حماسه‌دار در اینجا جمع کنن بکشن تا اینکه رژیم رحمانوف 10 سالها دوام کنه و رژیم یعنی که حکومت کنونی قرقیزستان باز برای سالها حکومتش ادامه پیدا کنه. با همون خاطر هیچ کس خودش برای وطن نگه و برای بکشه که اینجا برای رحمانوف میبره، اینجا برای یتیموف میبره، اینجا برای رمضان رحیم‌زاده میبره، اینجا برای وطن نمیبره. بعد از مرگ شما 5 روز پس با همون خریطه اولی برمیگرده، یگان کار حل نمیشود. در حالتی که 1 ایون باید همون جابجاگذاری مرزها طبق شرطنامه کردگیشون باید عملی میشد، ولی چرا تا 1 ایون یگان گپ نشد؟ دقیقاً یعنی که اومدن با جنگ برای اینکه در اینجا حل نشود از طرف جرگتول شروع کردن. خب یعنی این چیزایی هستن که بازی‌های سیاسی است، ترفندهای سیاسی است که اینا نمیدونیم که چی یعنی که در ذهن مخوفشون دارن برای نابود کردن مردم. با همون خاطر با دستیسه ها داده نشه. هیچ کس خودش در این جنگ کش نکنه و هیچ کس سلاح هم نگیره، بازی هیچ کس جنگ نکنه. تو کشته میشه، پس از چند روز باز میان با همون سرحدی قبلی که بودن با همون سرحد میان برمیگردن. هیچ تغییراتی نمیشه جز اینکه تو میبری، جز اینکه خونه این ملت ویران میشه و سوخته میشه. هیچ منفعت از این برادر عزیز گرامی
انشالله اگر گفتنی های دارید باز به شما نوبت بدیم. خلاص من شوکت جان دیگر از اینجا خارج میشم ان شاء الله که باز یعنی که در صحبت های آینده ان شاء الله تشکر زیاد به شما برادر عزیز گرامی. تماشاگران عزیز به معرفی احتیاج ندارند، برادر ما بودند محمد اقبال صدرالدین. و حالا یک زنگ گفتن که از واتساپ اومده ایستاده است، اگر در علاقه باشند بفرمایند. نفری که از واتساپ زنگ زده ایستاده اید بفرمایید. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صداتون را شناختم. خوله مریم بی شریف زاده، خوش آمدید. این نفر یک شخصی به نهایت مبارز هستند و چندی از برنامه‌های ما شرکت کردن، از صدایشان شناختم و حالا می‌بینیم در این موضوع ما نیست گفتنی های دارند. بفرمایید. حتما از شما بعضی سوال ها میکنم. اول بفرمایید. اول چیزی که گفتم میخواهید بفرمایید، بعد از آن یگان چیز بعضی چیزهای انشالله که از شما من میخواستم با شما اینقدر مردمی که از من برآمد کرد تمام گپ ها و اسرار رو گفتن. یک چیز دیگر میخواستم با شما گویم. بفرمایید. لیکن با زبان روسی. معلش من فقط با شما با زبان تاجیکی صحبت میکنم اگر راضی باشید. Оккупационный, слушайте внимательно, оккупационный Карлык-Алакайский режим Каримовского Узбекистана во главе Эмомали Рахмона действительно является убийцей таджикской нации и цивилизации коренных этнических таджиков. Статья Убайдулла Насрулла Каримзода, директора Института истории, этнографии и археологии имени Дониш Нан Таджикистана, доктора исторических наук, Шарифзода Боймурода, директора Института языка и литературы имени Рудаки Нан Таджикистана, кандидата филологических наук Хакима Файзали, директора Института зоологии и паразитологии имени академика Павловского Нан Таджикистана, доктора биологических наук под названием «Убийцы нации и цивилизации», таджикский народ, пострадавший от этих кровавых групп, точно знает, кто они такие и каковы их истинные цели. Вот опубликованный 23 мая 2020 года на сайте Тиаховар является абсолютным фейком, безобразным фейком, знаете, обманом. И на факты абсолютно не соответствует действительности. Ниже попытаюсь вкратце доказать это на конкретных фактах. Коренные этнические таджики, включенные со стороны авторов этой фейковой статьи, были в свои списки в действительности убиты оккупационными Карлык-Алакайским режимом. Семьей этого людоеда, семьей этого преступника, семьей этого международного преступника и каримовского режима во главе, значит, с Эмомали Рахмоном. Стыд и позор авторам этой статьи. Они себя еще считают учеными, они не утверждали себя проверить и не утруждали себя проверить. Потому что они боятся потерять свои места. Факты и списки, которые им передали для публикации соответствующие органы безопасности Таджикистана. Таджикскую науку опустили ниже плинтуса. Позор этим ученым! Позор им! А Тиаховар, официальный печатный орган Таджикистана в угоду оккупационного Карлык-Алакайского режима во главе с Эмомали Рахмоном со всей его преступной, коррумпированной убийцы в семье, которые очень далеки от действительности. Ныне всех в убийстве Сандака Сафарова
лидера Народного фронта был заинтересован глава оккупационного Карлыка-Лахтайского режима Каримовского Узбекистана Эмомали Рахмонов. Основным мотивом этого убийства был то, что когда у Сандака Сафарова был огромный авторитет, и до тех пор, пока он был жив, Эмомали Рахмон оставался, был в его тени. Сандак Сафаров в начале 93-го года, когда уже должны были начаться широкомасштабные наступления Карлыка-Лахтайского фронта в сторону Тавильдары и Горного Бахшана, Сандак Сафаров выступил против уничтожения этнических коренных таджиков горных районов Таджикистана, за что и поплатился жизнью. همین سانگاک سفارов تو نبود که همین سانگاک سفارов تو نبود که با ازبکستان رفته بود با اسلام کریمов دیدار بینی کرده بود خیلی که Кивашков. Вы знаете, дело в том, что это грязная политика, слушайте меня, это грязная политика. Почему? Потому что в июне месяце 92-го года, когда полностью была договоренность между Исламом Каримовым и Ленинабадской областью, Утюрзадерским районом, о передаче всей Ленинабадской области, за исключением, значит, Горного Масчо, тот самый района Айни и Истравсана, передать именно Ленинабаду. Поэтому все ленинабадцы молчали, поэтому они 16-й этот самый свою сессию провели там. Вы понимаете? Почему? Потому что... یک نفره که 23 سال حالا از موضوع دور رفته ایستاده، ما میخوام به موضوع برگردیم. فقط اینجا ببینید یک نفره که 23 سال در حبس شیشته بود، شما از او به فکرم یک کمتر کاغذ پیچ کسوین تعریف کرده ایستاده. اون نفر رو Слушайте меня внимательно. Это грязная политика. Почему? Потому что если бы назначили какого-нибудь этнического коренного таджика, он бы никогда не пошел убивать таджиков. Поэтому этот хитрый ящур, этот Каримов, нашел не узбека, не таджика, а вот именно Карлыка-Лахтая, потом, чтобы на эту маленькую народность списать все беды, все трагедии Таджикистана. Понимаете, почему Махмуд Худайбердиев напал на Ленинабадскую область? Потому что уже Ислам Каримову не стал подчиняться этот, как говорится, Эмомали Рахмон. Потому что он был в Китае, ему больше обещали. Вот чтобы вы знали. ببینید من شخصا خودم از اون که امامعلی رحمان به اسلام کریمov گوش نکرده است، گپ رو نگرفته است، من خرسند هستم. باید مستقلیتش رو حفظ میکردیم. این که بد نیست. Вот теперь смотрите, вот мы сейчас я хочу сказать несколько слов. Пожалуйста, не перебивайте. بیاید بگردیم به موضوع ما. Вот, пожалуйста, возвращаемся к Мавзу. Была такая ассоциация Пайванд форсоязычных, дариязычных, таджикоязычных народов мира во главе с профессором Осими. Был в советское время? Да, был. Почему Осими убит? Почему этот Исхоки убит? Почему другие убиты? Почему убит как раз-таки член этого Пайванда, величайший, гениальный человек в мире, Ахмадшой Масуд, только потому что он был таджик? Почему убит Бурханиддин Рабони? Потому что он находился в Иране, и вот как раз-таки хотели объединить форсоязычных, таджикоязычных, дариязычных. Поэтому Худо рахмат кунат, этот Бурханиддин Рабони должен был лететь в Дубай, а из Дубая прилететь в Таджикистан. А его обманули, привезли и убили. Вы знаете, если сейчас будем раскрывать карты, мне придется долгие часы говорить. Возвращаюсь к тему вашу. Бурханиддин Рабони, اگر خطا نکنم در یادتان باشد، باید با یک همایش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باید سفر میکرد به تاجیکستان همون شب و روز. И как раз-таки он должен был, вот именно должен быть, что сделать? Объединить вот на основе религии, на основе языка и культуры, вот именно форсоязычных, дариязычных и таджикоязычных. Вот теперь, значит, скажу немножечко по-другому.
чтобы все знали, что ягон инсоне ки дар Тоҷикистон зиндагонӣ мекунад барои ин карлик лақай, барои ин оилаи одамхӯр, одамкӯш, ба ин оилае ки ҳозир тамоми мардума дар як концлагери калон гирифтай, ба ин қашоқӣ овардай, ба ин қадар гушнагӣ, ташнагӣ ғулом кардай гирифтай, ягон инсон бояд ки нахезад. گفت راست گفتن انا همو частный военный компания تشکیل کردین با پول تمام مرا بایگری تاجیکستان خیزن پروردگار عز و جل خدای خداوند کریم خیزن دوموداش همه خودشا کشن دوموداش خیزن انا بچه های انا او یک آدم خری دیگه شا کشن خدا همه نست نابود کنه که مردم تاجیکستان از استثمار این کرلک لقای خلاص شود. После истиклолият, первое посольство, которое было объявлено в Таджикистане, это было иранское посольство. И к великому счастью, Али Акбар Шуабистари был там. Потом через несколько месяцев появилась США. И к великому несчастью не дали объединиться форсоязычным, таджикоязычным народам вот с этим ассоциацией Пайван. И начались зачистки коренных этнических таджиков. И только Кумитей Имдод Ирана помогал повсеместно таджикам. Это надо помнить вечно. Неужели вы забыли зараженную муку? Тысячи жителей в Таджикистане, стариков, беременных женщин, беззащитных людей, детей погибали от опухолей в печени с вздутыми животами. Вот первые миллионы пули харомики бояд ба мардуми Тоҷикистон медодан. Ана ҳами одамхӯро, ана ҳами одамкушо, ана ҳами карлики лақай, оилаш қати 1 миллиона ай ҳамуҷа гирифтагиай. Чтобы вы все знали. То ҳозирам все гуманитарные помощи мира они собственно сделают и потом потихонечку раздают. Мырдан шон бегай. مرگ با این خنزالمو ببینید خولا جان اینجا درباره از اولین ها شده کشودن سفارت خود در تاجیکستان از کشودن سفارت ایران در تاجیکستان گپ زدید. یکی از رقیب‌های اساسی ایران آمریکا نیز از اولین ها شده سفارت خود در تاجیکستان رو باز کرده بود. Да, он специально сделал, чтобы они не объединялись. Вот теперь, значит, после трагедии с Киргизией, которая недавно была. حالا درباره حالا ببینید میبینم شما بسیار مسئله های سیاسی خوب صرفا میروید درباره پاسپورت سو گپ زده شدید و درباره چندی از مناسبت های بین المللی صحبت کرده شدید. ببینید در رؤسای کشورهای آسیای میانه حالا مدت 30 سال است که در تاجیکستان یک نفر رئیس جمهور است و در کشورهای آسیای میانه اکثریت چندین مراتبگی تغییر یافتند. در خود ازبکستان الکی پرزیدنت دیگر شد و شوکت میرزیویف سر قدرت آمد. اما ببینید اکثر رؤسای جمهوری آسیای مرکزی رسما به آمریکا همچون رئیس جمهور تشریف آوردند. رئیس جمهور تاجیکستان تا به حال در مدت 30 سال یگان مرتبه به آمریکا دعوت نشده است، تشریف نآورده است. فقط به مثلا جلسه ها یا کنفرانس یا یگان چی دعوت بشود، همچون رئیس جمهور یک کشور دعوت نشده است. همه رئیس جمهورهای کشورهای آسیای مرکزی دعوت شدند، رفت و آمد کردند و در نوبت خود Вот слушайте, я сейчас вам отвечу. Как может убийца коренных именно этнических таджиков, которым принадлежат все абсолютно богатства, природные ресурсы, водные ресурсы, то, что находится в горах, то, что находится в водах, то, что на земле, это кому принадлежит? Народу, который там живет. А он произвел массовые, вы знаете, этнические зачистки. Он должен встать перед международным судом. Его должны военные суды судить.
Как он может в Америку поехать? Его возьмут там, арестуют, передадут в военный трибунал. Почему? Потому что он уничтожил сколько? Он сам говорит, я к саду Панджо Азов 150 тысяч. А по другим подсчетам, я к ним миллион отдам. В том числе Муйсафедо, Кампиро, Занакое Хомилано, Одомойки Тамоман, Ягон, Ахмед Ягон не имели никакого отношения ни к войне, ни к политике. Как он может в Америку поехать? О чем вы говорите? Вот теперь, значит, после трагедии с Киргизией недавно всех туркоязычных объединили и даже обещали дать дроны Эрдоган. Почему мы все форсоязычные, говорящие на таджикском языке, на Дари в Афганистане, в Пакистане и Иране, не можем воссоединить, реанимировать общество Пайван? Слава Богу, что в Таджикистане будут присутствовать иранские полицейские и военные. По глубокому убеждению, в монотеистской религии единобожия у нас у всех верующих и атеистов один Создатель-Творец. Все пророки, печать пророков Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи ва вассалам, все небесные книги, особенно Коран. Сам пророк сказал, что после меня религию Корана поделят на 73 ветви течения. 72 попадут в ад, только один попадет в рай. В Коране нет никаких масхабов. Есть ислам и сунна пророка. Так что мы все по религии, языку, культуре, истории одно целое. И это свято надо соблюдать. بله. اگر ما همین را رعایت کنیم پیوندی به میان می‌آید و همان پروژه برنامه پیوند محمد جان آسیمی نیز عملی می شود. بله انشالله به امر خدا. باید مصیبت های فرهنگی اقتصادی ایران، پاکستان، افغانستان یکجا شود. برای همه این دولت ها فایده می شود. Очень странно, мечеть на 120 тысяч человек строит на деньги Катара, который 80% обворовала семья Карны Калакая, Эмомали Рахмона и всех его окружающих родственников. Все знают, что там салафитско-ваххабитское течение. Вот поэтому он от страха поехал в Иран. Понимаете? А все равно его никогда уже ничего не спасет. Он будет отвечать перед мировым сообществом. Он будет вая ин Эмомали Рахмона хати тамоми ойлашу, занашу, фарзандошу, думодошу, хеши таворжу наверос, خدا زدگی ای شریعت زدگی ای ارواح همه 1 میلیون آدمی که بیگناه کش زدگی ای باور کنی اگر ارواح این مرده هایی که در ترماها میکشن برای همه یگان انسان ای تاجیکستان ای یگان روسیه ای یگان جا نرو برای حمایت امام علی رحمان. خدا خواستگی باشه همین نزدیکی ایشالله به امر خدا تا 30 سالگی را خودش تلخ کف شده میمره برای که فرزنداش هر روز در خانه است، نوه‌هاش، داماداش، اونها زن است، خشتوار زنش کارزنی دارن، پران دارن، یادگیرش هم میکشن. این پول حرامی که ای تمام محنتایی که میکنن مهاجرا و یا در هیچ وقت انشالله به همه خدا نصیب نمیکنه. تشکر زیاد به شما. خیلی از شما بهره گرفتیم. تشکر به سخنرانی هایتان. حالا نوبت رو میخواهم به دیگران بدهیم. اینجا چند نفر در سلام علیکم اکای شوکت. حاضر. تشکر. بفرمایید برادر علی جان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، موضوع ما کمتر ما با خلب به نهایت پریشان صحبت کرده. میخوام به اصل مسئله برگردیم. موضوع ما دورنمای مناسبات تاجیکستان ایران در پس منظر سفر 2 وزیر قدرتی.
اما من درباره امین یادت سوال داشتم برای امین بیبی. بفرمایید. اگر تلفن کشتن بیرون شدن هستن برآمده در علاقه باشند، نه برآمده برادر. پروردگار میگد، پیغمبر میگد، قرآن میگد، سنت میگد، لقای میگد، قرلق میگد. چه خیلی بفهمیم این منافقی نیست است. حالا ببینید، من هم با اون که کارلی گفتن لقای گفتن اینجا بعضی از مقصد این زنک تاخیر کردن، من به این جانبدار نیستم. مقصد این زنک گپوش گوش کردم یگان خیلی چی منفعت دارد من این زنک نفهمیدم. یا چند برنامه گوش کردیم. بله. قناش به خدا خودتون را دارید برادر عزیز؟ نه ندارم. اگر دو دیگه چی کردن یگان خیلی قوم تحقیر کردن رخصت ندهید. بله من به گفته شما طرفدار هستم. واقعا خوب گفتید، خوب قید کردید برادر عزیز، باجا قید کردید. تماشاگران عزیز، چنانه که همگان شاهد شده ایستاده، بسیار مسئله ها پیچ در پیچ هستند و خود همین خوب شدن مناسبت تاجیکستان با ایران از یک طرف همگان را خرسند میکند و خرسند میشویم که بالاخره تاجیکستان عقلش، رژیم تاجیکستان عقلش به جایش آمده است. رهبریت کشور و ضرورت این رو که باید با یک کشور همدین، همزبان، هم فرهنگ با یک مناسبت خوب داشته بود. مثلا گریم رئیس جمهور کشور امام علی رحمان در یک برآمدش گفته بود که دوست اینها به ما از پشت خنجر زدن. کشور دوست در درونی ناخنک، اینها اصطلاح هایی که و عباره هایی که رئیس جمهور یک کشور درباره یک کشور دوست، برادر، همدین، همزبان، هم فرهنگ وقت سخن میراند، اینجا در این گونه گپزنی، در این گونه سخنرانی، در این گونه استفاده بری عباره ها دوست، کشور دوست در درونی ناخنک، از پشت خنجر زدن و هاکذاها زیبنده یک رئیس جمهور نیست. این گونه گپ ها برای چی؟ تو رئیس جمهور میروی باید ملت دوستیش رو دوام دهد، یک نفر دیگر رئیس جمهور میگوید باید مناسبت بین المللی رو ادامه دهد، تو مناسبت رو بد میکنی. برای خوب کردن چنین مناسبت سالها لازم میشود. حالا ما اگر خوشگمانی کنیم، شکر خدا که این عقلش در همین سری قدرت بودنش به جایش آمده استوده است و همه این آلودگی و هایش رو خودش جمع میکند، به زبان خودش میلیسد. حالا شکر خدا که این حالت آمده استوده است. ولی ببینید وضعیت مرز با قرغیزستان روز تا روز میبینیم که تا حد بد میشود. روز تا روز میبینیم که تاجیکستان عقب نشینی میکند. شنیدیم خبر را که طبق رسانه های قرغیزی یک کیلومتر تاجیکستان پیشتر برده وگان هایش را داخل قرغیزستان مانده است. گویا تاجیکستان گفت که اینجا جایی که مرز تاجیکستان است و هیچ ما یک کیلومتر داخل قرغیزستان ندار آمدیم. آخر در همین گپتون استید بود، در همونجا وگانتون استاد بود. اکنون که بردید وقتی که قمچبک توشیف سیمومین یتیموف رو به لخش دعوت کرد، در اونجا گفته شنید کردن، قرار به این شد که هر دو کشور پاسگاه های خود را 3 کیلومتری دورتر میبرند و 1 کیلومتر در اومد یا ندر اومد تعیین طبق دعوای تاجیکستان ندر آمده بود، ندر آمده باشد، اکنون 3 کیلومتر عقب داخل تاجیکستان رفت این پاسگاه. من این طبق پیشتر دعواهایشان غلبه دیپلماتی سیاسی، این خیلی حالت رفته ایستاده است. و ببینید من چی گفتنی هستم در آخر برنامه
حالا دو نفر دیگر همینجا هستند، انشالله با آنها سخن میدهیم. بعد از اون من بعضی گفتنی ها هستم در آخر برنامه ذکر میکنم. با همین برنامه خود رو با آخر میرسونیم. نفر به نام یتیموف بفرمایید. فقط کوتاه برادر عزیز. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب شما واسه گفتم مثال هم مناسبات ایران تاجیکستان خوبتر و بهتر شود، با افغانستان هم مثال خط تاجیکستان خوبتر و بهتر شود. در مسئله شیعه بودنشون هم همین آذربایجان هم 50% قریب شیعه، نکی ترکیه یکم پرابلم نمیکنه ایرا. ما را هم فرق میکنن یک امر شیعه گفتم شیعه همو فرقی نداره، همون خدای ما دا یا که پیغمبر ما دا باور میکنن. ما یکم فرق نمیبینیم من دا هم چیه همو یک امر مردم در روح روز شیعه گفته چی میکنن این بانش جا نمیتونه. و ما هم ملتیم هم فرهنگیم، ما باید با او یک جا باشیم. وقت سلامت باشیم. تشکر زیاد. کولوب 44 بفرمایید. سلام علیکم آقا. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استعفا باید خوبی. ما گپ ما برایم قجده دارم که ما را قبول نکنم. ما بگم آقا استعفا یتیم فی استعفا. ما آقا شاکر برنامه دمید رو میگم گما استعفا کاتوری گفت میزن کامپی را که آقا شاکر چی نگم کاتیم کامپی زبان روسی قدمونش گپ زنه برنامه عدل که بون روسو گوش کنه گپوی امیرا نکی امو شبو که چی نکنه ملچگی نکنه با توجی که بوش بگم گپوی ملچگی تنه گذا بگو یک زبان روسی قدی گپ زنه استعفا استعفا تو روسو چند دقیقه به شما مونده است. انشالله که من باز کوتاه حرفایم رو میگم. تماشاگران عزیز، آنهایی که خدمتگار همه رژیم امام علی رحمان هستید، در حکومت هستید، کارگری مقامات هستید، وزیر هستید و هاکذای دیگر، در یاد داشته باشید خودتون هم از ما خوبتر میدونید که همه کشورها اگر همکاری میکنند به خاطر منفعت های خود همکاری میکنند و اگر به خاطر قضیه مرز با قرقیزستان، کشور ایران، پاکستان یا هر کشور دیگر ها، افغانستان، هر کشور دیگری که با ما میخوان همکاری کنند به خاطر منفعت های خود همکاری میکنن، اول حساب کتاب میکنن که در این مناسبت منفعت های آنها چی است. حساب کتاب میکنن منفعت های خودشون را. فکر من این است که آنهایی که در مقامات هستید، حتی رهبریتی کشور، باید به خود آیید. شما مناسبت های خود را با مردم خوب کنید. مردم هم منفعت خودش را حساب میکند. منفعت مردم در این مناسبت شما، مناسبت نیک شما مردم، منفعت مردم این است که وطنش حفظ می شود، وطنش پیش می رود، فرزندانش تحصیلات خوب می گیرند، دانشمند می شوند، کشور ترقی می کند. دیگر ما زندانی سیاسی گفتن گپ از لغت ما بیرون می شود و نفرانی که شما تنها به منفعت گروهی خودتان برده پشت پنجره زندان کرده ایستادید، نفرانی که شما برای بقای خودتان آنها را سربگریز کرده ایستادید، با آنها منفعت ها را صحبت کنید. صحبت شما با همملتان، صحبت شما با هموطنان، آنهایی که هموطن هستند و آنها را شما سربگریز کرده اید، پناهنده به کشور بیگانه کرده اید و آنها را پشت پنجره زندان کرده اید، صحبت آنها به منفعت شماست پیش از همه. اگر شما با کشورهای دیگر صحبت میکنید، با آنها گفتگو میکنید، مناسبت میکنید، بسیار خوب است، بد نیست، اما بدانید که آنجا منفعت ها با کشورهای غیر حساب کتاب میشوند. اما شما وقتی که مناسبتتان با مردم را به راه میمانید، مناسبت حسنه با مردم را به راه میمانید، اینجا منفعت ها نه منفعت های دو جانبه است، بلکه منفعت های مشترک است. منفعت مشترک، منفعت یگانه است. حتی مشترک گفتن نشود، منفعت یگانه است. یعنی در این منفعت پیشرفت کشور وجود دارد، ترقیات وجود دارد، گلگل شکوفایی تاجیکستان وجود دارد. در این منفعت آزادی، استقلالیت، حقوق بنیادی،
همه چیز وجود دارد، اما هر یک مناسبتی که با کشورهای غیر می شود، با سازمانهای غیر می شود، اینها همه با حساب کتاب منفعت ها می شود، منفعت های دو جانبه می شود. اما مناسبت با مردم با منفعت یگانه. ببینید تماشابینان گرامی، حالا به نزدیکی سازمان ملل متحد، ببینید حتی سازمان ملل متحد کشور ایران را از حق رأی محروم کرد. کشور ایران را، جمهوری اسلامی ایران را در سازمان ملل متحد از حق رأی محروم کرد. یعنی دیگر ایران رأی داده نمیتواند. به خاطر چی؟ گفتن که 16,400,000 دلار به فکرم از حق العضویت کشور ایران قرضدار است و یک چند کشورهای دیگری قرضدار هم هستند که قرض آنها کمتر است. حالا آنها از حق رأی محروم نشدند، لیکن ایران محروم شد. گفتن که تا مبلغ رو پرداخت نکنی از حق رأی محروم هستی. یعنی ایران به خاطر آنکه حق العضویت را پرداخت نکرده است، سازمان ملل متحد از حق رأی محروم کرد. این را توانست. حالا من مثال تو میبرم. وقتی که پرونده زندانیان سیاسی به کمیته دفاع حقوق کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد سپارده شد و آنها خلاصه برآوردند و به تاجیکستان گفتند که تو 6 ماه مهلت باید این زندانیان را آزاد کنی. نه فقط آزاد کنی، بلکه کسانی که در زندان کردن اینها دست دارن آنها را به جوابگری بکشی و به اینها ضرر معنوی پرداخت کنی. از جمله طبق این قرار سازمان ملل متحد، تاجیکستان باید 13 نفر اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از جمله ادوکات بزرگمهر یاروف، از جمله سابق وزیر صنعت و صاحبکار معروف کشور زید سیدوف آزاد شوند. این قرار را سازمان ملل متحد برآورده است. ولی اینجا مثل ایران از حق رأی محروم نمی کند تاجیکستان را. فقط مسئله پول، منفعت. ولی تاجیکستان را از حق رأی در سازمان ملل متحد از دیگر و هاکذاها محروم نمی کند. شاید در همون طلبات عضویت در سازمان ملل متحد این چیز نآمده است، لیکن ببینید پول ندهی از حق رأی محروم میکنند، ولی به خاطر نقض حقوق بشر، به خاطر نقض حقوق شهروندان، با صرف مبلغ‌های سازمان ملل متحد، مبلغ‌های سازمان ملل متحد را تاجیکستان میگیرد، پشتیبانی میبیند، عضو همین سازمان است، بسیار طلبات‌هایش را نقض میکند، هیچی نیست، حق رأی دارد تاجیکستان. ایران پول نداد، از حق رأی محروم است. حتی یک سازمان با نفوذترین دنیا، سازمان ملل متحد، این گونه به خاطر منفعت کار میکند. هیچ سری هم نیست. انا برای همین ما امروز باید به خود بیاییم، باید چشممان را کلانتر بکشویم که در دنیا چه گذشته ایستاده است. همه جا منفعت است و حکومت امروزه کشور هم نهایت به خود بیاید. این وزیر فرستاندن و این یراخور رو رکلام کردن و اینها چونانه که گفتیم فایده تون ندارد. باید حالا ببینید شما شهروندان کشور، آنهایی که ساکنانی که در مرز با قرقیزستان زندگی میکنند، شما آنها را تهدید میکنید، فشار بالایشون میبرید که سر نبردارند. بعضی نفرانی که فعال هستند فرمانشون میدید که از خونهشون بیرون نبرن، اگر بیرون برآمدن آنها را به قرقیزستان مجبور هستید که بسپارید. این گونه گپ‌هایتان رسانه‌ای شد، این گونه با مردم مناسبت میکنید. شما ببینید با نفری که باید سلاح به دست بگیرد و مرز را محافظت کند این گونه مناسبت میکنید. در این حالت شما سلاح ها را خریده آورده چیکار میکنید؟
با نفرانی که هنر سلاح به دست گرفتن دارن، شجاعت دارن، جسارت دارن، میخوان یک ذره خاک وطنشان به بیگانه نگذرد، این گونه مناسبت میکنید. همین مناسبتتون خودتون هم میدونید خطا است. بیایید پیش از همه مناسبت خوب و مکالمه خوب رو پیش از همه با مردم خود کنیم، به مردم آزادی بدهیم، جسارت مردم، شجاعت مردم حفظ شود، مردم را از سرخمی نجات بدهیم. و اگر ما این کار را بکنیم، تمام کشورهایی که با آنها ما گفت و شنید میکنیم حتما کوشش میکنن که منفعت ما را هم به حساب گیرند، نه تنها منفعت خود را. اگر ما ملت را از سرخمی نجات بدهیم، ملت سربلند شود، حکومتش هم طبیعی است که سربلند می شود. طول 30 سال امریکا رئیس جمهور تاجیکستان را رسما قبول نکرده است. این نشانگری چی است؟ این نشانگری آن است که رئیس جمهور تاجیکستان تا به آن حد نرسیده است که امریکا رسما را قبول کند. همچنانه که رئیس جمهوران کشورهای آسیای مرکزی به اروپا می روند، رئیس جمهور تاجیکستان به اروپا اینقدر نمی رود. و میلیاردها دلار ازبکستان با اروپا شرطنامه های اقتصادی بسته است، تاجیکستان نه. تاجیکستان با اروپا ذخیره های اقتصادیش را، ذخیره هایش را میفرستاند، طلا را، ذخیره را، یعنی انبار را میکشاید، خالی میکند. همون هم باشد میگویند که یکی از اولادای رئیس جمهور در آنجا شرکت کشاده است، از شرکت خودش به شرکت خودش گسیل میکند خزینه های کشور را. حالا ببینید شرایط چه خیلی است. برای همین وقتی که شما ملت را سرخم کردید، وقتی که شما ملت را سرکوب کردید، خودتان هم آبرو نمیگیرید. سربلندی شما در سربلندی مردم است. آبروی، عزت، کرامت شما در ان همین سربلندی مردم است، در کرامت و عزت مردم است. شما در روسیه مردم را به عزت کردید، به کرامت کردید، خودتان هم همین خیلی به کرامت، به عزت شده رفته ایستاده اید. و این گونه حالت ها پیش بیایند، مجبور میشوید به کشورها دست پیشی بر کنید، به همه گونه تحقیر، به همه گونه توهین صرف رارید، همه گونه تحقیر و توهین را تحمل کنید. بیایید به یک خلاصه بیایید که این سیاستتان نادرست است. هم خودتان را شرمنده کرده ایستادید، سرخم کرده ایستادید، هم ملت را. به سوی سربلندی، به سوی پیشرفت، به سوی موفقیت باید با هم برویم. سربلند و پیروز باشیم. با همین دعا برنامه امروز را به آخر میرسانم.